ای ذات دل آگاه، ای یاری غریبان، ای یاری غریبان. ای ذات دل آگاه، ای یاری غریبان، ای یاری غریبان. فریاد رسو همدم و غم خواری غریبان، غم خواری غریبان. فریاد رسو همدم و غم خواری غریبان، غم خواری غریبان. ای یاری غریبان، غم خواری غریبان. مانند تو ما یاری وفادار نداریم، ما یار نداریم. مانند تو ما یاری وفادار نداریم، ما یار نداریم. ای در همه حال یاری وفاداری غریبان، ای یاری غریبان. ای در همه حال یاری وفاداری غریبان، ای یاری غریبان. ای یاری غریبان، غم خواری غریبان. مایان همه در وادی عشقی تو غریبیم، مایان همه غریبیم. مایان همه در وادی عشقی تو غریبیم، مایان همه غریبیم. هستی تو پناه یار و مددگاری غریبان، ای یاری غریبان. هستی تو پناه یار و مددگاری غریبان، ای یاری غریبان. ای یاری غریبان، غم خواری غریبان. هم جان و هم اموال به دنیا نفروشیم، به دنیا نفروشیم. هم جان و هم اموال به دنیا نفروشیم، به دنیا نفروشیم. از آن که هستی تو خریداری غریبان، ای یاری غریبان. از آن که هستی تو خریداری غریبان، ای یاری غریبان. ای یاری غریبان، غم خواری غریبان. غفاری و ستاری و غفرانی و رحمان، غفرانی و رحمان. غفاری و ستاری و غفرانی و رحمان، غفرانی و رحمان. خود وصفی تو باشد همه گفتاری غریبان، ای یاری غریبان. خود وصفی تو باشد همه گفتاری غریبان، ای یاری غریبان. ای یاری غریبان،
غمخوار غریبان. ای ذات دل آگاه، ای یاری غریبان، ای یاری غریبان. ای ذات دل آگاه، ای یاری غریبان، ای یاری غریبان. فریاد از او همدم و غمخواری غریبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بر محمد علیه السلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، خواهران و مهمانان ارجمند، نخست همه شما را با این همایش که بخشیده و 41مین سالگرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار می‌گردد، همه شما و تمام اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و جانشینان این حرکت را تبریک می‌گوییم. و امروز به مناسبت این روز که اصلا عید ما و شماست، با استفاده از این محفل شورای ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوت تصمیم گرفتند که یک موضوع را اینجا بررسی خواهیم کرد، بحث عنوان ابو حنیفه رمز اتحاد مسلمین. و اختیار کردن این موضوع به خاطر آن بود که امروز این جامعه ما نیاز به این اتحاد دارد، نیاز به یک پارچگی دارد و تصمیم گرفتیم که این موضوع بحثی شود. به هر حال این ماه سالگرد حزب ما و شماست، همه شما رو با دیگر تبریک میگوییم. و خیلی که بزرگان گفتن عید آمد هرچی از یار عیدی دارد طلب، عید ما و عیدی ما دیدن روی تو بس، عید مردم دیدن مه عید ما دیدار تو،
همچو عید ما نباشد، همچو عید ما مبارک نیست عید هیچ کس. خب قبلا برای شما برنامه همایش رو معرفی میکنم. نخست سخن رانی تبریکی رئیس شعبه ولایتی برادر عزیز الهام جان یعقوبوف است. بعدا در موضوع مذهب ابو حنیفه مکتب اعتدال معروضه داریم اینجا از جانب مسئول فرهنگ و ارشاد شعبه ولایتی برادر عزیز ما ابو محمد، و یک موضوع دیگر داریم که تحملگرایی در فقه و کلام ابو حنیفه است که مهمانان ارجمند ما برادر عزیز سید ابراهیم محمد نظر اینجا انشاءالله موضوع رو بررسی خواهم کرد. دیگر ما مذاکرات داریم بعد از این موضوع ها که انشاءالله چند نفر اینجا سخن تبریکاتی یا پیرامون این موضوع ها مذاکره خواهم کرد. و در آخر در جنبه قدرشناسی داریم که برخی از سابقه‌داران حزب را انشاءالله قدرشناسی خواهیم کرد. پیش از آغاز صحبت یک چیز را خاطرتان بکنیم که در همایش امروزی ما مهمانان عزیز حائز شدند و همچنین مجموع از سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت دارند. ما از مقامات اجرایی حکومت دولتی حکومت ولایت مسئولین را دعوت کرده بودیم که تا هنوز شرکت ندارند، چون که اینجا ثبت نام نشدند. از بیشتر کمیته‌های مقامات ما اینجا اون نفرهایی که با این موضوع ما رابطه داشتند شرکت دعوت کرده بودیم که متاسفانه تا حال و حضور پیدا نکردند. و در اینجا همچنین خبرنگارهای وسایل اخبار دعوت شده هستند. خب همون کسایی که در این همایش مشارکت دارند بار دیگر آنها رو خیر مقدم میگویم و بعد شما مهمانان عزیز امروزه همایش را معرفی میکنم که برادر عزیزمان سید ابراهیم محمد نظر عضو شورای سیاسی جمهوری اسلامی تاجیکستان هستند و همچنین مشاور رئیس جمهوری اسلامی تاجیکستان هستند. برادر جلال‌الدین محمود همچنین عضو شورای سیاسی و مشاوری رئیس جمهوری اسلامی تاجیکستان هستند و همچنین رئیس شعبه ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کوزاک برادر عزیز محمد شریف نویزاد شرکت دارند. همچنین برادر عزیزمون فیض‌الله گدای کارمند شعبه فرهنگ و ارشاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت دارند. مهمانان عزیز بار دیگر خیر مقدم می‌گوییم و امید داریم که در این همایش ما این محفل ما را انشاءالله نورانی‌تر خواهند کرد. خب شروع می‌کنیم به برنامه خود. نخست به منبر رئیس شعبه ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برادر عزیز الهام جان یعقوبوف را دعوت می‌کنیم. بفرمایید. به نام خداوند بخشنده و مهربان و درود و سلام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آل اصحابشان و درود خداوند به مظلومین این راه و شهدای راه آزادی و همچنین سلام به هیئت شما مهمانان عزیز، به خصوص مهمانان ارجمند ما که با دعوت ما از مرکز آمدند و همچنین از سازمان امنیت و همکاری اروپا و جامعه شهروندی اینجا حضور دارند. سلام ریاست ولایتی و سلام تمام اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت را برای شما می‌رسانم. امروز در این ساعت‌ها 41مین سالگرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جشن می‌گیریم و به خاطر پرشکوهی این جشن همایش در موضوع ابو حنیفه رمز اتحاد مسلمین برگزار نمودند که
خود نهضت اسلامی تاجیکستان سرچشمه از این مکتب ابو حنیفه خداوند از این شخص راضی باشد نیرو میگیرد و از این فرصت مناسب استفاده میبرم و هر یک و یک شما را با 41مین سالگرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مبارکباد می‌نمایم. مبارک باشد. می‌ارزد حزبی که سالها برای سربلندی و شرفمندی این ملت بهر آزادی و عدالت و حقیقت تلاش کرده است، مقاومت کرده است، مبارزه کرده است، استواری در راه استقلالت و وحدت نشان داده است، ثابت قدمی در نقض دین کرده است و همچنین در مشکل‌هایی که در این راه هست و خواهد بود تحمل و صبر کرده است، جشن گرفت. در حقیقت این مکتب نهضت، مکتب استواری است، مکتب اراده است، مکتب شجاعت و متانت است، مکتب تلاش و مقاومت است، مکتب صبر و تحمل است و این مکتب همیشه پیروان و جانبدارانش را سنجش و امتحان می‌کند تا در راه خود استوار و ثابت قدم باشد. چون در آغاز گفتیم که نهضت اسلامی تاجیکستان سرچشمه فعالیتش از مکتب ابو حنیفه است و از اول سالهای فعالیتش برای گسترش اندیشه‌های امام ابو حنیفه تلاش کرده است و حتی یادم هست که سال 2005 برای تحکیم مذهب امام اعظم به اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که در همدستی حکومت یک کنفرانس بین‌المللی برگزار گردد و خدا را شکر که سال 2009 سال امام اعظم یا سال امام ابو حنیفه اعلان شده بود. صدها کتاب‌ها نشر شد، صدها نشست‌ها و سمینارهای علمی برگزار گردید، ده‌ها نمایشنامه‌ها در واسطه‌های اخبار عامه و خود در تلویزیون نمایش داده شد. سمپوزیوم بین‌المللی برگزار شد تا اندیشه‌های مذهب امام اعظم، راستی و پاکی، دوستی و محبت، اخوت، حلالکاری و صداقت، صبر و تحمل‌پذیری تقویت و گسترش یابد و بالاتر از این محل‌گرایی و بدبینی، فساد و دزدی، تهمت و تخلف‌کاری ریشه‌کن کرده شود. ولی افسوس که بعد گذشتن سال امام اعظم اندیشه‌های او فراموش شد، به جای سال به سال گسترش مذهبی صلح‌آفر و تحکیم بخش ملت روز به روز رو به تنزل آورد. حتی قانون‌های به تصویب رسید که مخالفت به مذهب امام ابو حنیفه بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معتقد است اگر کسی کسی می‌خواهد یا نه روند بازگشت ما به اصل خویش توسط ارزش‌های دینی انجام می‌شود. از جمله تمام پهلوهای حیاتی جامعه، چه معارف، چه فرهنگ و چه سیاست از موضوع دین و خصوص از مذهب امام اعظم کنار بوده نمی‌تواند. و هر چقدر فاصله عقیده‌ای حنفی بین نظام دولت و مردم دور شود، همان قدر وحدت و صلح ما خطرزا خواهد شد. روحانیت رسمی کشور، کمیته دین، مرکز اسلامی و شورای علمای کشور باید نقشه حلقه وقت حکومت با دین و مسلمان را اجرا کند. متاسفانه با دلایل مختلف و قبل از همه ضبط این ساختارها این هدف امکان‌پذیر نیست. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نوبت از آنی که لطفات می‌شود، تهدید و تحقیر می‌شود و ظلم و ستم را بالایش نمود می‌بیند، با تمام کوشش و استواری این وظیفه مقدس خود را یعنی بالا بردن مفکوره و یا معرفت اسلامی شهروندی را انجام می‌دهد تا فاصله دینی بین مردم و نظام دولتی پیدا نشود و نقش زنجیری وقت حکومت با دین و مسلمانان را سربلندانه به خاطر ثبات، امنیت و صلح و وحدت انجام می‌دهد. تمام کارشناسان بین‌المللی در این عقیده هستند که امروز نهضت اسلامی تاجیکستان یک حزب مردم سالار است، یک حزب است که همیشه بحث وحدت
بحر صلح، بحر امنیت و بحر ثبات کشور کوشش کرده ایستاده. پس می‌ارزد بگویم که و با آنهایی که رسانند که دانسته باشند که هر کسی با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از روی دانسته دشمنی می‌ورزد، خیانت به دین، صلح و ثبات و بالاتر از این خیانت به ملت کرده. ولی هر کسی که نادانسته با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دشمنی می‌ورزد، نام او جهل و نادان است. بار دیگر همه شمایان را، برادران عزیز، استادان گرامی، مهمانان ارجمند، با این جشن پرشکوه 41 سالگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مبارکباد می‌نمایم و از درگاه خداوند تمنای آن را دارم که همیشه سرزمین ما صلح باشد، سرزمین ما وحدت باشد، اخوت و محبت بین شهروندان تقویت باشد، تقویت گردد و این اندیشه ها و راستی پاکی که در اندیشه های فقهی و اندیشه مذهب امام اعظم حق گسترش و تقویت یابد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سعدی بزرگوار میگویند کسانی که این راه برگشته‌اند برفتند و بسیار سرگشته‌اند. خلاف پیامبر کسی ره گزید که هرگز به مقصد نخواهد رسید. و این راهی که ما و شما اختیار کردیم راهی که واقعا مقصد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و همه ما روندگان این راه از اختیار کردن این راه استفاده داریم. خب چرا که اینجا ذکر کردیم مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه در جایی که واقعا گسترش می‌یابد اتحاد خیلی قلیل شد و حتی یک پارچگی و اتحاد علامه بزرگ اثبات و بستگی به همین خب یک مذهب بودن و چنگ زدن و یک آیین بودن است. علامه اثبات میگه که اختلاف اندر زمان انحطاط، واقعا زمان ما زمان انحطاط است، زمانی که میبینید که پیشروی های دینی خیلی کم دیده میشه. اختلاف اندر زمان انحطاط قوم را بر هم همه پیشت بساط. ز اختلاف عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگان محفوظتر. عقل آوای از خبر فرسودن نیست، کار پاکان با غرض آلودن نیست. واقعا این بزرگان برای ما و شما یک مطلب ایجاد کردن که ما و شما خب اتحاد داشته باشیم، اختلاف ها یکسو بداریم و برای پیشرفت این راه خدمت انجام داده باشیم. در این موضوع حالا ما به منبر مسئول فرهنگ و ارشاد شعبه ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برادر عزیزمان ابو محمد رو دعوت می‌کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام بزرگوار، برادران گرامی قدر و خواهران عزیز، موضوعی که امروز به دوش من گذاشته بودند این درباره یکی از بزرگان اسلام، یکی از آن انسان‌هایی که در این اسلام، در این دین ما خدمت‌های شایسته گذاشته‌اند، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. در این موضوع می‌خواهیم که همراه شما کمی هم مشارکت بنماییم. اولا باید که ما نام و نسب ابو حنیفه رحمت الله علیه را بشناسیم. نامشان نعمان ابن ثابت ابن مرزبان، نعمان ابن ثابت ابن مرزبان. و از این نسبشان هم معلوم می‌شود که یکی از باباهای امام ابو حنیفه فارسی زبان هستند، مرزبان. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
در کوفه تولد شدند، اما باباشون مرزبان در شهر کابل افغانستان به دنیا آمدند و از آنجا هجرت میکنند، میروند، هجرت هم نو به سوی کوفه میروند، چون که کوفه شهر بسیار پیشرفته و جای تمدن و ثقافتی بود. همون مرزبان به سوی کوفه میروند و در آنجا فرزندشون ثابت به دنیا میآید و بعد از ثابت نعمان که کنیه ابو حنیفه را دارند. ابو حنیفه این کنیهشان است، نامشان نیست. معنی ابو حنیفه چی است؟ اصلا میگن به یک قوم و مردم عرب هم فقط یک انسان به نام فرزندش ابو فلانی یا که امی فلانی نمیگویند، بلکه گاه به یک چیزی دوست داشتشان همین کلمه اب یا که کلمه ام را استفاده میدارند. بنابراین ابو حنیفه پدری رنگ، یعنی که انسانی که علم دوست بودند و اجتهادگر بودند و کوشش میکردند فقط با قلم مشغول بودند، همین کنیه را برای امام ابو حنیفه داده بودند، ابو حنیفه، و به همین کنیه مشهور بودند که نامشان اینقدر انسانها را نمیدونستند، با کنیه ابو حنیفه بودند مشهور گشته بودند. امام ابو حنیفه پدرشان تاجری لباس، یعنی که در لباس تجارت می نمودند که این را به زبان عربی خزاز میگویند. کان یبیع الخز، یعنی که لباس فروش بودند. در کوفه دکانی داشتند پدرشان و در آنجا لباس ها می فروختند. و امام ابو حنیفه بعد از وفات پدر از پدر میراث میبرند که خیلی میراث بزرگ است، 200,000 دینار میراث میبرند. و این 200,000 دینار امروز باید ما داریم که چقدر مقدارش چقدر است. در همون زمان در 3 درهم یک گوسفند میشود، 3 درهم یک گوسفند، اگه قدر 4,000 گوسفند میشود. از پدر همین قدر مال میراث میگیرند و لیکن برای قسم میخورند و میگویند که من در خانه‌ام زیاده از 4,000 دینار درهم نمیمونم و باقی مونده‌اش در راه خداوند متعال خیر میکنند. میگن 4,000 درهم زیاد بودن در خانه زیادتی است و تاجر بودن، تجارت میکردند و هر نفقه که برای خانواده‌شان میکردند بمانند همین برای کمبغل‌ها و محتاج‌ها و طالب علم‌ها دستگیری می‌نمودند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درباره صفتشان اگر سخن کنیم، خیلی که امام ابو یوسف شاگرد نزدیکشان و فرزندشان حماد برای ما این نقل‌ها را روایت نمودند، میگن نه اینقدر قد بلند بودند و قد خس هم نبودند، یعنی که حتی فرزندشان حماد دیگر به درازی مایل میکردند، یعنی که به دراز بودن مایل بودند اما قد خس نبودند و سیمای خیلی زیبا داشتند. حسن روشون خیلی خوب بود و اضافه داریم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار خوشبویی رو دوست می داشتند و لباس‌های زیبا می پوشیدند و این چیز هم خوب معلوم است که چون ابو حنیفه رحمت الله علیه خود تاجری لباس تاجر هستند، بنابراین از همه زیباترین لباس‌ها را می پوشیدند و عطرهای بسیار خوب در خود می دادند که حتی مردم از بوی عطر امام ابو حنیفه حضرت می‌شنیدند. و این چیز یک دلالت بر این می‌کند که انسان‌ها و خاصتا انسان‌هایی که پایبند شریعت هستند و در راه شریعت ملتزم هستند باید که همین سیما را داشته باشند. نشود که انسان خداوند برای انسان مال و ملک دهد اما از اون مال و ملک هیچ استفاده نباید و لباس‌های دریده و لباس‌های بی‌ذکر کسی گردد. چون که ابو حنیفه یک رمز مسلمان بودن فقط به لباس‌های زیبا می‌گشتند، لیکن در خلوت خیلی خلوت بودند. ماهانه فقط یک ماه برای خوردن و برای زندگیشان صرف می‌کردند، 2 درهم فقط برای زندگیشان صرف می‌کردند. این معنی ندارد که بخیل باشند و از بخیلی برای صرف نکنند، نه، در راه خداوند متعال خیر و احسان می‌نمودند و اینقدر اسراف در خوردن و در چی نمی‌کردند. یکی از عالمان کوفه با والی کوفه روبرو می‌شود و سوال و جواب می‌کنند. والی هم سوال می‌کند و می‌گوید که من فقیه اهل المدینه، فقیه اهل المدینه کی است؟ می‌گوید نافع مولى ابن عمر،
نافع است میگن مولای ابن عمر. کلمه مولا غیر عرب ها رو مولا میگفتن، یعنی برای احترام نمودن خوجه‌ای یا که انسانی آبرودار گفتن مولا میگفتن. بنابراین همان انسان عالم برای این والی جواب میدهد که والی یعنی که فقیه مدینه نافع مولای ابن عمر است، مولای ابن عمر نامش نافع. میگه خوب فقیه مکه باشد کی است؟ میگه عطا ابن ابی رباح. میگه امین الموالی امین العرب، میگه از مولاها است که از عرب ها است؟ میگه از مولاها است. میگه خوب فقیه اهل یمن کی است؟ میگه طاووس ابن کیسان. طاووس ابن کیسان. و در وقتی که این سخن میشنود ببیند که نام کمی به عربی مانند است، میگه امین الموالی امین العرب، از مولاها است که از عرب ها؟ میگه از مولاها است، از غیر عرب ها. میگه اذن فمن فقیه البصره؟ فقیه بصره کی است؟ میگه حسن البصری و ابن سیرین. میگه امین الموالی امین العرب، از مولاها است که از عرب ها؟ میگه از مولاها است. میگه فمن فقیه الکوفه؟ فقیه کوفه نباشد کی است؟ و خودی یعنی والی هم دیگر هر باره که میپرسد مولا 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 مولا. و این عالم میگه یک کوفه کنم از اهل کوفه، یک عالمی نمایان اهل کوفه را یابم که عرب باشد. میگه نظر کردم دیدم که ابن المسیب و ابو حنیفه و اینها هم غیر عرب هستند. خب این چیز چه معنا را میفهماند؟ البته در اون زمان که امام ابو حنیفه به دنیا آمده بودند دو خلافت را دیدند، خلافت اموی ها و خلافت عباسی ها را در این دو دور زندگی نمودند. بنابراین این دلالت به آن میکند که مسلمان ها متعصب نبودند. مسلمان ها عالم ها را احترام میکردند، نظر نمیکردند که باید چی ملت دارد، چی زبان دارد. چون که اسلام هم برای ما همین را تعلیم میدهد که ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون. ملت شما مسلمان ها یک ملت داره، مسلمان هر کجا باشد برادر مسلمان شد، چه او سیاه‌پوست، چه عرب، چه غیر عرب، همه برادر هم دیگر هستند. و این چیز همین را نشان میدهد که این مردم عرب نبودند. عطا ابن ابی رواح، طاووس ابن کیسان، امام ابو حنیفه ابن سیرین و فقیه ها و عالم های اسلام نگاه کنیم، بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و کدامشان عرب هستند؟ همه غیر عرب هستند. و این چیز بزرگ بودن اسلام نشان میدهد که در حقیقت آنها اسلام که فهمیدند از تعصبیت دور شدند و همدیگر را دوست می داشتند و احترام می نمودند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در خردی با تجارت مشغول بودند و حتی میگن وقتی که به کوفه که رفتند پیش پدر رفتند گفتند من میخوام که یعنی دکان شما را وسیع کنم. پدرشان پیش از وفاتشان گفتند میل شده که هر کاری که بکنی از من مصلحت میپرسی. ابو حنیفه وقتی که به این دکان آمدن میگن یکم کاری که کردن گفتند از همه آدم خبره‌دار در همین جا کی است؟ گفتند فلان تاجر. پیش همون تاجر رفتند و از او درس گرفتند و در مدت کمی نگذشته دکان امام ابو حنیفه در کوفه از بزرگترین دکان ها گشته بود. انسان موفق در تجارت خود موفق بودند و انسان نمونه هم بودند در تجارت خود. و اینم انسان‌های تاجر از حیات امام ابو حنیفه برای خود درس گرفتند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاجر بودند، تاجر راستگو بودند و خودآزرد بودند که برای کمبغل‌ها و برای انسان‌هایی که محتاج هستند دستگیری می‌کردند. هر نفقه‌ای که برای خانواده‌شان می‌کردند، چی لباس باشد، چی خوردنی باشد، چی کاری که باشد برای کمبغل‌ها را می‌کردند. و خدا تفسیر هم بینه در چی درجه که یک بار یک شریکشون رو به یک بار می‌فرستند به یک منطقه برای فروختن لباس و اون لباس عیب داشته است. برای همون شریکشون میگن که وقتی لباس فروختن همین عیب برای ما بیان میکنه. این میرود لباسا رو میفروشد و عیب فراموش میکنه که بیان کنه. میبیاید وقتی که امام ابو حنیفه میفهمند و میپرسند میفهمند که عیب بیان نکرده است، همون مالی فایده‌ای که در همین تجارت شده بود همیشه در راه خداوند متعال میبخشد. میگن چون که در این شبهه است من نمیخوام که در مال من شبهه باشد. امام ابو حنیفه در تجارت موفق بودند
میگن روز با شعبی که یکی از بزرگان کوفه به حضور میرسن روبرو میشوند و میخورند و کوفه برای ابو حنیفه چند سوال میکنند. یکی از سوالهای بود که تو با کدام عالم ها ششته صحبت میکنی؟ میگن با فلان عالم با فلان تاجری بزرگ یادداشت میکنند. میگن نه من این رو قصد ندارم، من از عالمان فقه و از عالمان دین رو در نظر دارم. و همین سوال شعبی در نزد امام ابو حنیفه یک بیداری علمی را به وجود می آورد. جوان یاش بودند و میپرسند که خوب کدام این رو من درس گیرم؟ شعبی میگه اختیار داری، میتوانی که علم شعر را بگی. میگن خوب وقتی که من شعر را آموختم چی میشوم؟ میگه شاعر میشوی. وقتی که شاعر شدی یک انسان را تعریف میکنی، مدح میکنی، برای تو مکافات میدهد. و یک انسانی که تو را اگر که نیکی نکند برای تنقید میکنی، میگن این گونه علم من طلب ندارم، دیگر علم برای من یافت. او یک چند چیز را برای ابو حنیفه پیشنهاد میکند و در آخر علم فقه را انتخاب میکنند. و بپرسند که از همه داناترین اهل عراق اهل کوفه کی است؟ میگن حماد بن سلیمان. و پیش حماد بن سلیمان میآیند و حماد بن سلیمان برای ابو حنیفه سوال میکند، میگه بعد مسئله دکان چیکار میکنی؟ میگن دکان همراه طلب علم میرود. میگن این خیلی باشد بهترین فکر نمودی. و ابو حنیفه رو میگن هر سحر میآیی از من 3 مسئله میآموزی، هر سحر 3 مسئله از من میآموزی. و همین طریق تدریجا کمی نگذشته امام ابو حنیفه که انسان زیرک بودند و خداوند متعال استعداد خوب داده بود، در مدت 1-2 سال یکی از نمادارترین شاگردهای حماد بن سلیمان میشوند که حماد در یاد خودش فقط نشوننده و همراه حماد 1 سال و 2 سال 18 سال از او طلب علم میگیرند. و این چیز هم برای ما یک دلالتی دارد که طلب علم نمودن دیری ندارد. طلب علم نمودن نباید که 1 روز و 2 روز باشد. طلب علم باید که بردوام باشد که انسان چگونه که امام شافعی میگن همین قدری که در علم در آمدم همین قدر فهمیدم که جاهل هستم، جاهلی خود برای من معلوم شد. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که در پیش شاگردهای حماد بن سلیمان می نشستند، بعد از گذشتن 10 سال میگن یک روز به نفس خودم خیلی به خاطرم آمد که یک حلقه جدایی کنم در یک طرف مسجد که مسجد کوفه خیلی مسجد بزرگ بود، زیاده از 40,000 انسان میبود، مسجد بزرگ. میگن من گفتم که یک حلقه جدا تشکیل میکنم و در اونجا درس میگم. آمدم میگن و وقتی که حماد بن سلیمان دیدم چند داشتم، گفتم من خیلی از این استاد جدا میشم و آمدم در حلقه حماد بن سلیمان نشستم که همان روز برای حماد یک مکتوبی آمد، رساله آمد که باید که از کوفه به سوی بصره رود. از کوفه برای بصره به سوی بصره 1 ماه برای میراث جدا نمودن و همین مسئله ها باید به بصره رود. و حماد بن سلیمان حلقه علمی را برای ابو حنیفه سپارید. میگن همان روز من شکر الله کردم که تنها زندگی نکردم که شرمنده بشم. و میگن 1 ماه در نبودن حماد بن سلیمان برای من بهترین تجربه بود که در این 1 ماه برای من سوالهای زیاد آمد و من به این سوالها جواب دادم. از سوالهایی که برای من آمده بود از 40 سوال میگن 30 سوالش برای من سوال نفس بود که یگان بار در زمان حماد بن سلیمان همراه این جوابا نبودن و من کوشش کردم و در اینها نظر کردم و جواب دادم. وقتی که حماد بن سلیمان آمد همین مسئله رو پیشنهاد کردم که من در همین قدر مسئله سوال جواب کردم و چی میگه در این مسئله؟ حماد بن سلیمان گفت تو در 30 مسئله صحیح برآمدی و فقط در 10 مسئله خطا کردی. از سوالایی که برای من آمده بود میگن 40 مسئلهش مسئله نفس بود. حماد بن سلیمان آمد میگه در 30 مسئله تو جواب صحیح دادی و قوی هست، اما در 10 مسئله تو در اون نظر است، یعنی جوابهای قوی ندادی. بنابراین ابو حنیفه میگه بعد از این من فهمیدم که حالی هم من محتاج استاد هستم. بنابراین همراه حماد بن سلیمان 18 سال ایستادن تا وفات حماد بن سلیمان. خواهر حماد بن سلیمان نقل میکند میگه که ابو حنیفه در نزد در امام ایستاد، در نزد در حماد ایستاد، برای ما خسته ها را توضیح میکرد و برای ما سبزوار می آورد، از بازار برای ما خریدای بازار را برای ما میکرد می آورد
و در پیش در انتظار استاد بود. سبحان الله. امام ابو حنیفه با اینقدر جایگاه بزرگی که دارن، تاجری مشهور، پول بسیار دارن، لیکن استاد احترام میکردن، به در خانه میرفتن، در خانه استاد و برای استادشون یعنی که روزگار خودشون رو می آوردن. این هم دلالت به احترام نمودن امام ابو حنیفه با استاد خود میکند. ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردای زیاد دارن که از شاگردای مشهورشان امام ابو یوسف. ابو یوسف رحمت الله علیه شاگرد خیلی انسان زیرک بودند و ابو حنیفه هم توانستند که این گونه شاگردها رو تربیت کنند. میگن ابو یوسف بعد از وفات حماد بن سلیمان که ابو یوسف به مرتبه علمی میرسند، میروند یک حلقه جدایی در مسجد تشکیل میکنند، در اون طرفی امام ابو حنیفه و در خواستن شروع میکنند. ابو حنیفه میخواهند که برای ابو یوسف یک درسی دهد، بنابراین یک نفر راه میکنند، میگن به پیش ابو یوسف میروی و از او سوال کن که یک انسان لباسش به پیش لباس کلتکن بود و این آدم لباس کلتکن گفت که فردا بیا لباست میگیری. آمد که گفت که در پیش من لباس نداری، من لباس از تو نگرفتم. بعد از کم مدت آمد که همان لباس را در بازار فروخته شده است، همان انسان دوزنده. این آدم باید که چیکار کند؟ حقی کرا را میدهد یا که نمیدهد؟ برای خاطری همون چیزی شیما گیری بعد از اینکه پیدا کردن بازار از این شیما گیری، آیا برای کلته کردنش مزد میدهد برای دوزنده یا که نمیدهد؟ اگر در جواب باید که میدهد بودی خطا کردی، اگر باید که نمیدهد بود خطا کردی. و این انسان هم میرود پیش ابو یوسف، میرود میگه که همین خیلی حالت شود چیکار میکنیم؟ میگه باید که پولی همون مردی کاریش که پولی دوزندگیش دهد. میگه نه خطا کردی. و ابو یوسف میگه صحیح من خطا کردم، نباید که دهد، چون که او مال او را غصب کرده گرفت. بعد از مال غصب کرده گرفتن مال که از وی گرفت، بنابراین حق ندارد که وی مزد گیرد. میگه خطا کردی. و ابو یوسف هم احساس میکنه که این سوالها از جانب خود این انسان نیست، بلکه از جانب ابو حنیفه رحمت الله علیه روانه شدند و پیش ابو حنیفه می آیند و میگن که علمنی یا امام، برای من مسئله رو درست نفهمیدم این شب. ابو حنیفه از حلقه علم بیرون میشوند، از جای تنهایی میروند و برای او میگن که اگر که همان انسان دوزنده وقتی لباس از تو بگیرید پیش از کلته کردن در فکر دزدیدن باشد، اون انسان سزاوار مزد نیست. لیکن اگر از تو لباس میگیرید در وقت گرفتن در فکرش دزدی نبود و کلته کرد، دید که خوشرو شده است، بعد به بازار برآورد، در این حالت باید که برای تو مزدش دهی. و ابو یوسف درک میکنند که در حقیقت کمبودی داشتیند. بنابراین امام ابو حنیفه ابو یوسف یک نصیحت میکنند، میگن که من عاش لنفسه، کسی که برای خود زندگی میکند فاته الکثیر، از او بسیار چیزها فوت میشوند. اما انسانی که با دیگرها است و با دیگرها زندگی میکند نفع او زیاد میرسد. و ابو یوسف این درس برای خود میگیرند و از امام ابو حنیفه جدا نمیشوند. ابو حنیفه رحمت الله علیه چی بهتری ها دارند؟ چون که ما امام اعظم میگیم ابو حنیفه را، برای چی بهتری ها دارند؟ یکمین بهتری امام ابو حنیفه این است که در زمان صحابه ها تولد شدند، در زمان صحابه. و هر انسانی که صحابه را دیده باشد او را تابعی گفته می شود و این یک بهتری است خودش. تمام مورخان متفقند که ابو حنیفه رحمت الله علیه انس بن مالک را دیدند، در وقت نماز خواندنشان انس بن مالک را به چشم دیدند و در شنیدن از 6 انسان، گویا که ابو حنیفه رحمت الله علیه از 6 صحابی شنیده باشند حدیث، در این مسئله اختلاف است. لیکن اتفاق بودن در این که ابو حنیفه رحمت الله علیه انس بن مالک را دیدن همه اتفاقند. این خودش یک بهتری برای امام است، چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهترین قرن، بهترین عصر من است، زمان پیغمبر خدا صحابی ها. ثم الذين يلونهم، بعد از آن درجه کمی پایین‌تر درجه تابعین ها، کسانی که صحابی ها را دیدند، و بعد از آن درجه از آنها پستر ثم الذين يلونهم درجه تبع تابعین ها.
و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در دوران 4 مذهب که در نزد اهل سنت و جماعت هستند یگانه کسی که صحابی رو دیدن. امام مالک و شافعی و امام احمد ابن حنبل ندیدن. بنابراین این یکی از بهتری ها و مزیه های امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. دومش این است که خداوند متعال برای امام ابو حنیفه شاگردهای میدهد که این شاگردها انسان‌های بودند که بزرگ بودند، کریم بودند و قدوه بودند برای مردم. با مانند ابو یوسف، محمد ابن الحسن الشیبانی، زفر، داوود و زیادها هستند، لیکن ما فقط در همین مشهوراشون ذکر میکنیم که این انسان ها اگرچند که از شاگردی بیرون هم نبرآمده باشند هم اما مجتهدان بودند، در برابر امام شافعی و امام مالک و امام احمد ابن حنبل بودند. خیلی انسان های بزرگ بودند که ابو یوسف قاضی القضات میشوند، سردار قاضی های تمام عالم اسلامی در زمان هارون الرشید. قاضی القضات میشوند و این خودش هر انسان قاضی القضات شدن هم نمیتواند. دلالت به بزرگی علم و وسعی علم ابو یوسف رحمت الله علیه می نماید. ابو حنیفه این گونه شاگردها رو تربیت کردند و درس دادند. این هم یکی از بهتری ها و خوبی های ابو حنیفه رحمت الله علیه. و یکی از مزیه ها یا که بهتری هایی که در این مذهب دیده می شود این است که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یکمین کسی که تدوین مسائل را شروع نمودند ابو حنیفه رحمت الله علیه بودند. ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردایی که به مرتبه خوب رسیدند به مانند ابو یوسف و محمد و زفر و داوود و دیگرها، آنها را از حلقه علمی دور نمی‌کردند. حلقه علمی بعد از حماد بن سلیمان گرفتن یک به مانند مبحث علمی تشکیل کرده بودند، جای بحث علمی. همان کسانی که به مرتبه رسیدند زیاده از 40 نفر بودند که در داخل آنها متخصص قانون هم بود، متخصص انجینری و متخصص مردم شناس و متخصص عرف و عادت شناس مردم، متخصص زبان. همین گونه انسان‌ها در آن محفل وجود داشتند و هر مسئله که میشد ابو حنیفه از پیششون فتوا نمیدادند، بلکه همون مسئله را در بین شاگردها می‌تفاوتند و بین شاگردها بحث میشد، کشاکشی در یک مسئله و حتی در یک مسئله روزهای به شمار زیاده از یک ماه در یک مسئله بحث می‌کردند و بعد از به یک نتیجه‌ای که همه را راضی می‌کند و دلیل قوی که پیدا شود این را کاتبان نوشتند. ابو یوسف و محمد بن الحسن الشیبانی مسئله های متفق علیه را می‌نویسند. این یعنی که در اون زمان ها این گونه مسئله ها وجود نداشت. یک قرآن نوشتند، حدیث رسول خدا را نوشتند، اما در مسئله فقه این گونه اقدام حالی نشده بود و ابو حنیفه رحمت الله علیه یکمین انسان شدند که این اقدام را نمودند و حتی تقسیم نمودن فقه را به بابها، کتاب طهارت، صلات، زکات، حج و به معاملات که می‌دارد به ترتیب ماندن ابواب فقهی را یکمین شده ابو حنیفه رحمت الله علیه تشکیل نمودند. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تألیفات زیاد ندارند. بعضی کتاب‌ها به آن کس نسبت داده می‌شود به مانند فقه اکبر و العالم و المتعلم، لیکن اینها رساله های کوتاه هستند که برای هر چیزی را می‌فهمونند. وقتی که ما بعضی عالم ها را نظر میکنیم و میبینیم که زیاد مجلد ها نویسند، 100 مجلد، 200 مجلد، 300 مجلد کتاب نویسند و بعضی عالم ها را میبینیم که تألیف نکردند بلکه آنها مردان را تربیت نمودند. و ابو حنیفه هم از جمله همین کسانی بودند که الف الرجال تألیف مردان نمودند که بعد از وفات ابو حنیفه بردارنده های این مذهب کسانی بودند که توانستند که این مذهب رو قدر تقویت دهند و به پیش برند. امام شافعی رحمت الله علیه شاگردها داشتند، مالک، امام احمد بن حنبل خداوندشون رحمت کند شاگردها داشتند، اما به این درجه که ابو حنیفه رحمت الله علیه تربیت کرده بودند به این درجه نبودند. بنابراین این هم یکی از بهترین های امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، یکی از خوبی هاشون که در همین تشکیل نمودن انسان‌هایی که علم دارند و بحث علمی نمایند یک نوآوری رو در آوردند که این هم علمی مسئله هایی که در آینده می شود ولی مسئله که رخ ندادند، مسئله که در آینده می شود که این روز علمی این را به نام فیوچر ساینس، علم‌های مستقبلیات
علم‌هایی که در آینده به شمال حادثه‌ای که رخ ندادند آینده می‌شوند، همین مسئله ها رو بحث نمودند و حل آنها رو گفتند. یکمین شده ابو حنیفه رحمة الله علیه. این نه در نزد یونانی ها بود، نه در نزد رومی ها بود، نه در نزد هندی ها بود، نه در نزد فارس ها. این گونه بحث علمی دقیق را ابو حنیفه رحمة الله علیه تشکیل نمودند. مثلا اگر از مسئله ها شده که میگیم مسئله که حال رخ نداده است اگر که شود باید که چیکار کنیم؟ مثلا میگن اگر که در صورتی که دریای دجله و فرات آبش خشک شود، خوب و مردم همون زمین‌های گرد اطراف دجله را زمین کنند برای خود گیرند، در این حالت آیا از آنها عشر گرفته میشود یا که گرفته نمیشود؟ آیا از آنها خراج گرفته میشود یا که نمیشود؟ این گونه مسئله ها را امام ابو حنیفه رحمة الله علیه بحث می‌نمودند. این یک نمونه شد. همین گونه مسئله ها را آنها بحث می‌نمودند. این هم بزرگی ابو حنیفه رحمة الله علیه را نشان می‌دهد. خب یکی از بهترین‌های امام ابو حنیفه رحمة الله علیه زیرکی ابو حنیفه رحمة الله علیه، زیرکیشان و این قدرت بسیار بزرگشان برای مناظره نمودن و بحث نمودن با خوارج و با زندیق‌ها که به خداها بودن، با آنها بسیار بحث و مناظره ها نمودن و خیر خداوند متعال حجتشان را به قوت گردانده بود که امام مالک رحمة الله علیه صاحب مذهب شافعی روایت می‌کنند که امام مالک گفتند که این مرد را درباره ابو حنیفه رحمة الله علیه میگن اگر برای همین ساریه برای ستون همین ستون را تلا گوید میتواند اثبات شده که اون تلا است. این دلالت به چی میکند؟ به بزرگ بودن امام ابو حنیفه در مناظره و همچنین در زیرکیشان خیر خداوند متعال زیرکی خوب را برای امام ابو حنیفه رحمة الله علیه داده بود که یک مثالش فقط مختصرا ذکر میکنیم. این مثالش همین است که میگن ابو جعفر منصور که از خلیفه های عباسی بود وقتی که به بغداد میروند ابو حنیفه رحمة الله علیه برای امام 30,000 درهم میدهد، در یک خلطه 30,000 میدهد و امام ابو حنیفه نمیخواهند که از خلیفه یگان مال گیرند چون که خداوند برای اون حضرت پول و مال خوب هم داده است و نمیخواهند که اگر اون کس پول گیرند، میخواهند که خود محتاج یک انسان نباشند و برای یک انسان برای خاطر پول گرفتن هم خواهند نکنند. بنابراین از این ناقص برآمدن درشتانه نمیشود که اون خلیفه مسلمانان است. بنابراین ابو حنیفه برای خلیفه گفتند که من از بصره به سوی کوفه میروم، یگان جای خوبم ندارم که این مال در خود نگاه دارم و اینو در همین خزینه دولت مانه من وقتی که محتاج شدم آمده گیرم به همین چیز شما راضی دهید در خزینه دولت استاد مال من باشد، اگر من محتاج باشم آمده گیرم و خلیفه هم راضی شد و بعد از وفات امام ابو حنیفه رحمة الله علیه فهمیدن که اینقدر پول و مال زیاد داشتند و برای کمبغل ها جدا کرده ماندگی بودند امام ابو حنیفه. خلیفه هم گفت که خدا رحمت کنه ابو حنیفه را که ما را خوشرو فریب کرد که ما نفهمیدیم، یعنی برای ما گفت که این مال در خزینه دولت است. البته این فریب هم نیست بلکه به یک زیرکی از مخرج برآمدن از این تنگی برآمدن را برای امام ابو حنیفه رحمة الله علیه نشان می‌دهد. و این چیزی که زیرکیشون در نزد یکی از خلیفه ها که از نزدیکان خلیفه در پیش امام ابو حنیفه را سوال می‌کرد، میگه اگر که خلیفه داره ما باید یک گروه انسان‌ها را خراج برده و ما اونها رو ندانیم که اونها کیها هستند، پس ما باید که خلیفه رو اطاعت کنیم یا که نکنیم و موقف خیلی وزنین است. ابو حنیفه رحمة الله علیه برای گفتند که آیا خلیفه به حق فرمان می‌دهد که به باطل؟ گفت که البته خلیفه یعنی در مسئله که حق باشد در مسئله حق فرمان می‌دهد. پس گفتند حق هر کجا باشد او را اطاعت کن، حق هر کجا باشد او را اطاعت کن. و بعد از برآمدنشان ابو حنیفه خودشان میگن که اراد ان یربطنا فربطنا، خواست که ما را بندد لیکن ما را بستیم. یعنی اینم زیرکی ابو حنیفه رحمة الله علیه نشان می‌دهد. و مسئله دیگرش کوتاه‌تر می‌گذاریم عبادت امام ابو حنیفه رحمة الله علیه که همه بسیار شنیده‌ایم. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه با وجود این قدر در علم مستحکم بودن و قوی بودن و در مناظره و در زیرکی و پولدار بودنشان، اضافه بر این خداوند متعال در عبادت اینقدر ابو حنیفه را موفق گردانده بود که 30 سال روزه می‌دارند، 30 سال و فقط در عیدها فقط چی می‌کردند؟ روزه را افطار می‌کردند. در غیر این 30 سال پی در پی روزه داشتند و
40 سال نماز بامداد را با طهارت خفتن خواندن. و حتی این سبب هم میگن یک روز ابو حنیفه وقتی که قطعی یک شاگردشون در راه میبرایند میشنوند که یک جوانی میگن که این رو میدونید کی است؟ این ابو حنیفه است. این کسی است که شبها در فکر مسئله ها نماز بامداد با طهارت خفتن میخواند تا سحر فکر میکند میبراید. و این سخنی که میشنوند ابو حنیفه میگن من نمیخوام که مردم در من یک گمان کنند که در من نباشد. چگونه در من گمان میکنند که من هر شب زنده‌دار هستم که حال من هر شب زنده‌داری نمیکنم. بعضی روزها میشود. از این بعد من باید که بامداد را با طهارت خفتن کنم. 40 سالی. و اینجوری در ختم قرآن نمودنشان در عبادت قرآن را فقط قرآن میخوندن که در 3 روز یک مرتبه قرآن را ختم میکردن و وقت نمیشد که قرآن را در یک شب ختم میکردن. و این چیز جای تعجبی را نداره. در زمستان شبها که دراز هستند از اون اول شب انسان قرآن خواندن شروع کند بعد از شام تا خفتن و بعد از خفتن تا نماز بامداد میتواند که قرآن ختم کند. ابو حنیفه رحمت الله علیه قرآن اینقدر عاشق قرآن بودند و قرآن زیاد میخواندند. اینا برای ما یک اشاره میدهد که مدام که ما دعوا میکنیم که پیروان این مذهب هستیم باید که در این مسئله قرآن خواندن و در عبادت هم کوشا باشیم. نشود که مسلمان باشیم که تا رمضان قرآن در دست نخواهیم. امام ابو حنیفه هر سه روز یک رو ختم میکنن قرآن و ما هم باید که در این چیز باید که کوشا باشیم. همه این چیزها و این چنین یکی از خدمتگاراشون روایت میکند و میگوید که یک شب ابو حنیفه رحمت الله علیه رو دیدم که تا سحر به یک آیت شب روز گردانیدن. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. به همین یک آیت بلکه قیامت جایگاه آنها است و قیامت روزی بسیار وزنین است. همین آیت تلاوت میکردن و تا سحر گریه میکردن و شب روز کردن. و این چنین ابو حنیفه رحمت الله علیه سوره زلزله را یک روز خواندند و گفتند که خدایا تو خداوند هستی که به یک ذره بدی برای انسان بدی را نشان میدهی و یک ذره نیکی هم انجام دهد اون نیکی را انجام میدهی. خدایا این بنده خودشان در نظر دارند، این بنده از عذاب آتش دوزخ نجات ده و این را داخل جنت گردان. این دلالت در ایمان ابو حنیفه رحمت الله علیه می‌کند. خوب و آخرین چیزش درباره‌اش ذکر می‌کنیم و موضوع را به آخر می‌رسانیم که ابو حنیفه اینقدر انسان بزرگ بودند لیکن چرا درباره ابو حنیفه اینقدر سخن‌ها گفته شد؟ در همون زمانش اینقدر شام به بیروت رفتن به پیش زیارت اوزاعی و اوزاعی برای از عبدالله بن مبارک سوال می‌کند میگه یا خراسانی ای خراسانی من هذا المبتدع این انسان بدعتکاری که در کوفه برآمده است این کی است که نامش ابو حنیفه میگویند؟ اوزاعی امام بزرگ هستند، تابعی مشهور هستند، این سخن را میگویند. و عبدالله بن مبارک میگه من به خانه آمدم و 3 روز مسئله هایی که از ابو حنیفه روایت شده بود همون مسئله ها را در یک دفترچه نوشتم لیکن ابو حنیفه ننوشتم. قال نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت گفت، نعمان بن ثابت گفت، نعمان بن ثابت گفت و مسئله ها را در یک دفترچه نوشتم و در داخل آستین را کردم و بعد از اوزاعی رفتم. اوزاعی میگه مؤذن مسجد و امام مسجد بودند، تابعی مشهور و بزرگ، هم مؤذن و هم امام بودن. دیگر وقتی که در دستی عبدالله بن مبارک همون دفتر گفتن چی هستی؟ و گرفتن یک مسئله خواندن که وقتی قامت شد نماز خواندن و بعد از نماز تا همون مسئله ها را تمام نمودن توقف نکردن. بعد از آن گفتن که این نعمان بن ثابت کی است که در حقیقت مسئله های جیاد، مسئله های بهترین رو نوشته است. این نعمان بن ثابت کی است؟ گفته پرسیدن عبدالله بن مبارک گفت این انسان ابو حنیفه است، همین نعمان بن ثابت ابو حنیفه است. و اوزاعی بعد از شنیدن این سخن گفتن خدا را استغفار میگویم که من در حق این انسان نادانسته این سخنهای ناجایز گفتم و او را مبتدع قرار دادم. و حتی با اوزاعی در حج چند مرتبه گفتار میخورند و با همدیگر بحث‌های علمی میکنند. البته این کارهایی که برای ابو حنیفه آمده بود، این تهمت‌هایی که بالاشون آمده بود غالبا از روی نادانی یا اینکه از روی بعض انسان‌هایی که از خطای ما خبر بودند
از برای همین چیز این سخنها رو برای حضرت نبرداشتند و اون امام کسی بودند که در اسلام نقش بزرگی گذاشتند. باید که ما فقط در حقشون دعا کنیم، چون که ابو حنیفه میگن من برای حماد بعد از هر یک نمازم دعا میکنم که خداوند اون استاد من رحمت کنه. بعد از هر یک نماز برای او دعا میکنم و حتی در خانه که می نشستند طرف خانه حماد بن سلیمان تو دعا نمیکردند. و استادهای زیاد هم داشتند که زیاده از 4000 استاد و اینقدر شاگردها برآوردند و در آخر میگن که هر چیز ابتدا و انتها دارد. در سال 150 هجری 80 که به دنیا آمدن 150 هجری این دنیا رو پدرود میگن و به نزد خداوند متعال میروند. دعای خداوند متعال به این سخنهایی که شنیدیم خداوند عمل کردن و برای ما نصیب گرداند و خداوند متعال ما رو با مانند امام ابو حنیفه در مسئله عبادت، در مسئله تجارت، در مسئله درس دادن و در مسئله تعلیم گفتن خداوند ما رو با مانند این بزرگان بگرداند. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تشکر جناب. خب درباره زندگی و آثار ابو حنیفه انشاءالله معلومات بیشتری پیدا کردیم و انشاءالله امیدواریم که این صحبت‌ها و نشست‌های علمی و پژوهشی باید در اطراف آثار ابو حنیفه بیشتر صورت گیرد. یکی از عامل‌های از این مذهب دور شدن مردم هم ترغیب و ترغیب ضعیف این مذهب است که علما نتوانستند این رسالت خودشان انجام بدهند. و انشاءالله بدونیم که ما این نشست‌ها را بیشتر دایر خواهیم کرد و طریق نشریه‌ها و همه امکاناتی که در دست داریم انشاءالله درباره ابو حنیفه، آثار ابو حنیفه، زندگی ابو حنیفه انشاءالله خدمت خواهیم انجام داد. موضوع معرفی که موضوع تحمل‌گرایی است. برادران عزیز، امروز سیاست رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این روزها تحمل‌گرایی صبر است و بسیار دوستایی داریم که دیگر صبر بعضا دیگر که میفهمند و اندیشه میکنند که صبر بیایی ترس باشد، حراس باشد. ولیکن یکی از بزرگترین عامل‌هایی که ما را به هدف میرساند واقعا این صبر است. صبری که واقعا سازنده است. هر که در آن صبر کرد ایوب میدانیم خوب هجران کرده را یعقوب میدانیم ما. واقعا این صبر و تحمل هم حکمتی دارد که انشاءالله ما باید که هر اقدامی که میکنیم، هر فعالیتی که میکنیم بر اساس صبر باشد و تحمل باشد. این هم در این بر استاد عزیز سید ابراهیم محمد نظر مشاور رئیس نهضت اسلامی تاجیکستان عضو شورای سیاسی اجرا دعوت میکنیم که در موضوع تحمل‌گرایی تحمل‌گرایی در فقه و کلام ابو حنیفه است. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم استادان، برادران و خواهران عزیز. قبلا همه شما را فعالان حزب نهضت اسلامی خود هواداران حزب، همه اعضای حزب را در کشورمان و مناسبت جشن شروع یکمین سالگرد تأسیس حزب نهضت اسلامی تبریک میگویم و الحمدلله میگیم و همراه شما افتخار آن را داریم که ما و شما همراه این قافله سالان بزرگ یعنی اعضایان حزب نهضت اسلامی هستیم. همراه بودن با یک قافله خودش خودش افتخار است. شاید بعضی ما کار نکرده باشیم، ولی همین که در یک قافله هستیم
و در این قافله بزرگ سالها را می‌بینیم که مانند استاد سید عبدالله نوری، استاد ایمان‌زاده و دیگه برادرانی که گذشتن خدا جاشون جنت کنه، مانند برادرانی بوده که در این ساعت زحمت میکشن، خصوصا برادران صحبی من واقعا یک خادم میگن خیلی زحمت میکشن. یعنی در این قافله بودن خودش افتخاره. اگر کسی در این قافله با خدمتی کرده باشه این باز نوری علامور و افتخار بعدا هم که برادران که در این جشن شریعت سالگی خیلی موضوع مهم و موضوع حساس روز را انتخاب کردن، براشون این انتخاب را هم تبریک میگم که یک همایش یا کنفرانس یا سمیناری بر بزرگداشت ابو حنیفه امام اعظم انتخاب کردم که مسئله داغ روز است، مسئله مبرم است، مسئله است که امروز ما محتاج این هستیم. و برادرانی که از رئیس شعبه و برادری که قبل از این صحبت کردن واقعا سخنهایی گفتن که قابل ذکر کردن و قابل اندیشه کردن و والا هم تعامل کردن هست. خب برای بنده هم که این مسئولیت گذاشتن که چند سخنی داشته باشم، من هم انتخاب کردم موضوع تحملگرایی در فقه و کلام ابو حنیفه که تقریبا با موضوع برادری سابق از من صحبت کردگی شباهت های دارد و انتخابم در آن بود که این روز ما ضرورت داریم باید همچنین که درباره زندگی حضرت امام اعظم گفت دادن که من دیگه بسیار نکته‌ای داشتم تکرار نمی‌کنم، ولی خیلی ضرورت داریم به آموختن حیات ابو حنیفه، با آموختن مسائل فقهی و کلامی و شاید در زمان‌هایی که داشتم این احتیاجات بود، این ضرورت بود، اما در زمان ما این ضرورت بالاتر رفتن. چرا که واقعا زمان ما زمانی نمیدانم چی بگم، یک ذره فتنه هایی هست در دنیا مثلا در کشور ما پیدا شد، گروه های پیدا شد میخوان این مکتب ها رو زیر شبهه برن مثل مکتب ابو حنیفه را و دستی دشمنان دین اسلام، اونایی که نمیخوان اسلام را بینن یک ذره دراز شده است، میخواهند هر جا که بین مسلمانان تحملگرایی باشد، هر جا که بین مسلمانان احترام و دوستی دیگر باشد که مکتب ابو حنیفه را تشویق میکنن، اون را زیر سوال برن، اون را بیا که برن که دیگر اون قدر واقعیت ندارد. اما اگر واقعا هم با عمق حیات ابو حنیفه و زندگی و با مکتب فقهی و کلامش نظر کنیم، حضرت امام اعظم ابو حنیفه واقعا مسائل مطرح کردن که خیلی برادران بعضی مسائلی که بعدا هم اون زمان در حیات خودش شاید نبودن و بعدا مطرح نشن میبینیم و این رو زندگی ما با یه خیلی ضرورت دارد. من دیگر سری بعضی مسائل مفصل نمیرم و سری بعضی مفصل بیان میکنم. من قبلا هم درباره زندگی ابو حنیفه چند سخن داشتم، دیگه نمیگم چون که برادر قبلی گفت و شروع میکنم از چند نکته. یکم عوامل مؤثر در تفکر فقهی ابو حنیفه، یعنی دیگر ما میشناسیم از صحبت ها معنی که ابو حنیفه شخصی بزرگی بود، آدمی بود که واقعا متفکر دانشمند بود و چی عامل های بودن که تاثیرگذار بودن در چنین شخصیت شوی شخصیت سازی ابو حنیفه. خب از همه بالاتر این بود که ابو حنیفه علوم زمان خیش رو آموخته بود. خیلی برادرم قبل از ذکر کردن در علوم فقه، در علوم مسائل قرآن، در مسائل حدیث خیلی دانشمندی بود که دیگر برای ما این معلومه. دوم خیلی عاملش ذاتی و شخصی و خانوادگی ابو حنیفه بود. قبلا گفتن که خانواده ابو حنیفه خانواده پابند دین، پابند اسلام بود. پدرش تاجر بود ولی تاجر مسلمان بود که این در تربیت فرزندش تاثیر داشت. یعنی این برای ما آموزشی اگر میخواهیم فرزندی ما مسلمان تربیت بیاورد، عامل خانواده خیلی مهم است که من در خانواده با فرزندم چی معامله میکنم، آیا در نزد فرزندم دروغ میگویم یا راست میگویم، لقمه حلال میارم لقمه حرام میارم، نمیدانم تیره میکنم. این خیلی مهم است، از پدرش میراث است. ببینید در فقه ابو حنیفه در مسائل معاملات قوی‌ترین فقه است، در مسائل معاملات قوی‌ترین فقه است.
و آنی که ابو حنیفه به مسائل عرفی در فقه جایگاه داده است این از آن است که به زندگی به حیات آشنا بود. ما نمیم البته قبلا ذکر همه صاحبان مذهب از شافعی و امام مالک و امام حنبل رضی الله تعالی عنهم و علیه السلام اجمعین آنها همشون انسان‌های بزرگ بودند. جای من هیچ با این سخن باز تعریف ابو حنیفه دیگر نفر بزرگ به شبهه بردنی نیستیم، ولی این موضوع ابو حنیفه صریح حرف میزنیم و ما میدونیم که فقه معاملات ابو حنیفه قوی‌ترین فقه است و حتی در خیلی کشورهایی که این هم در دنیای بزرگ در بسیار کشورها معاملاتی در فقه معاملات و فقه ابو حنیفه قضاوت میشود. چون که او از این مکتب از زندگی گذشته بود، خودش تاجر بود، میدونید در تجارت باید چه باشد. از آنی که من از اینجا ایستاده برای تجارت قضاوت میکنم، اگر برای بالفرض من مولا باشم دانشمند کش باشم، اون نفری که در بازار میشینه خودش تجارت میکنه و مولا و دانشمند فقه معلومه اون از من بهتر خوبتر قضاوت میکنه. دیگر عامل محیطی ابو حنیفه ابو حنیفه در کوفه تربیت یافته بود، متوسط تربیت. ما می‌دونیم که قبلا در کوفه از صحابه‌های بزرگ مانند حضرت علی رضی الله تعالی عنه، مانند عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه، مانند دیگر صحابه‌هایی که بودند که آمده بودند زندگی کرده بودند، در اونجا مکتب‌های بالغشون داشته بودند. حضرت انس بن مالک در اونجا بود، چند مدت زندگی کرده بود و این یعنی محیط کوفه محیط بود که هر نفرش دهها و صدها حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از صحابه در قلبشان در سینه‌شان داشتن. یعنی محیط علمی بود، محیط فضای آن بود که تحصیل صحابه ها و تابعین در بود. و ابو حنیفه از این محیط برکنار نبود. وقتی یک نفر عادی آنها دهها و صدها حدیث در قلبش در سینه‌اش بود، معلوم است که ابو حنیفه خیلی چیزهایی می‌دونید. اگر شدید قبلا که بعضی‌ها ابو حنیفه را با آن ایراد می‌گیرند که حدیثی سمی گفته است از حدیث استفاده نکرده، این معنای آن نداره که ابو حنیفه حدیث نمی‌داند. ابو حنیفه عالم حدیث بود، ولی در انتخاب حدیث اینقدر با نزاکت عمل می‌کرد که یک حدیث اگر تا کون تا آخرش نمی‌رسید قبول نمی‌کرد و از این استفاده نمی‌کرد. از این جهت است که در مسائل فقهش خیلی کم حدیث بوده، ولی حدیث‌های صحیح ثابته که رفته به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده. و عامل دیگری که در تشکل شخصیت ابو حنیفه خیلی مهمه این عامل شاگردی ابو حنیفه که برادر خواندن از ما گفتم که چگونه شاگردی باثبات بود و این ایستادگی، این صبر و تحمل دانش آموزی هم کار شوخی نیست. تجارت شاید آسان باشه، کشاورزی آسان باشه، اسمش نیست. آموختن یه درصد شما هم که بقول طالب علم مثلا بقول دانشمند مثلا میدونید که چی صبر و تحمل میخواد. این صبر و تحمل ابو حنیفه داشت. برادر اون مثال زدن من این در زندگی ابو حنیفه را اینو بودن جمعی همه اینها باعث تشکل شخصیت ابو حنیفه امام اعظم شد که دانشمند، فقیه، عملگرا، آشنا با زندگی مردم، آشنا با محیط زمانی خودش بود. بعد ما می‌بینیم عالم است ولی از محیط زمانش خیلی دور است. عالم به زمان بودن است. تمام چیزهای فقه را میدونی، حدیث میدونی، قرآن را میدونی، اما زمانت نمیشناسی، نمیتونی مجتهد باشی. که ابو حنیفه این را داشت. خب از جمله دومسی که من میخوام خدمت شما عرض کنم این منابع مورد استفاده ابو حنیفه در مسائل فقهی بود. چون ما میگیم موضوع ما تحملگرایی در فقه و کلام ابو حنیفه است. من چند سخن درباره فقهش میخوام بگم چرا ما فقه ابو حنیفه را فقه تحملگرا میگیم. اصلا خیلی تحملگرایی چیه؟ تحملگرایی است که فکر طرف مقابل شنیدن و تحمل او را داشتن با اندک آسانی و بی‌دلیل رد نکردن فکر مقابل. چه رسه به آنی که طرف مقابل با چیزهایی که نداشتیم با فیسق و با شرک و با کفر. این دیگر طبیعت ابو حنیفه نبود.
و ما و شما که پدر ابو حنیفه هستیم از این طبیعت دور باشیم. جرأت نکنید که انسان به عند دلیل اصلا بی دلیل فاسق و فاجر و مشرک بگیم که متاسفانه در دنیای امروزه و در جامعه ما این خیلی رواج افتاده که البته این کاری دست مسلمانانه است. در این اگر ما ریشش بکنیم حتما دست بیگانه و دشمن اسلام است که ما را به آن جرأت میده که یه برادر مسلمان بدون دلیل شرک و کافر و مشرک بگیم. ابو حنیفه در فقه و کلامش این نداشت. بزرگی درباره ابو حنیفه میگه که مکتب ابو حنیفه دروازه مکتب ابو حنیفه اینقدر باز است و کلام است که هر کی میخواهد و گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله در مکتب حنیفه مسلمان است. اما دروازه کفرش اینقدر تنگ است که هیچ کس از او برآمدن نمیتونه مگر که خودش بخواهد. نازولی اعلام کرد این کافر است یا که از ذریه از رسولهای اسلام اشکار این کار کند. دیگر ما نمیتونیم بگیم که تو کافر تو مشرک. البته در دیگر فقه هم هست، ولی در مثال فقه مثلا در فقه حنبلی با ترک یک نماز ولی دونه که میگن کافر شد. اما در فقه ابو حنیفه اینا را یعنی به عمل آدم کافر نمیکنه. یعنی ابو حنیفه مثل که بزرگان میگن در نزد خودش قضاوت تکفیر مردم نگذاشت، قضاوت دعوت مردم گذاشت. وظیفه دعوت مردم گذاشت، یعنی مردم به اسلام دعوت میکرد، نه اینکه مردم کافر میکرد. خود با فلان دلیل ببینیم چرا ولی با وجود همه این مکتب ابو حنیفه از اون منابع اصلی اسلام ریشه گرفت. اولین منبع فقه ابو حنیفه همه ما شما میدونید که قرآن کریم است. یعنی دلیل های ابو حنیفه در فقهش سرچشمه گرفته، منبع گرفته، منشأ گرفته از قرآن کریم است. یعنی هر جو آیتی صریح داشت ابو حنیفه با او تکیه زد، حتی قرآن را با آیت قرآن تفسیر کرد. و منبع دیگه هم برای ابو حنیفه این سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس از قرآن با سنت تکیه کرد، احادیث صحیح را خواند. از کلم قبلا که کوفه که مکتب دانش صحابانی بزرگ آمده بودن، مکتب علمی بود. ابو حنیفه دانشمند خوبی حدیث بود. سری برادرم مثلا بعدا مثالی ابو حنیفه بعضی نسبت‌هایی دادن که او با حدیث اعتماد نداشت، حدیث نعوذ بالله نمی‌دانست، اینا صحنه‌های دروغ محدوده که حضرت امام اعظم بودن. حضرت امام اعظم ابو حنیفه دانشمندی خیلی متبحری علم حدیث بود، ولی در انتخاب حدیث خیلی اهمیت می‌داد. چون که شما می‌دونید که ابو حنیفه از جمله تابعین است و بین زمان شهادت پیامبر صلی الله علیه و ابو حنیفه چند ده سالهایی گذشته بود و اون واقعه‌های سیاسی که در این مدت بود، یعنی جعل حدیث، ساختن حدیث علیه شروع شده بود و ابو حنیفه در انتخاب حدیث خیلی و خیلی دقت می‌کرد. و این نشانه بزرگی بود، نه نشانه ندانستن یا اهمیت ندادن به حدیث. خب منبع دیگری که حضرت امام در قول صحابه هر چی که بینم، اول که در قرآن دیدم با اون تکیه میکنم، در حدیث یافتم با اون تکیه میکنم، اگر نه در قول اصحاب پیامبر مثلا دیدم از اونها خودم اختیار میکنم. یک مسئله که دو تا صحابه گفته بود اون دیگه خودم اختیار میکنم. البته در بین صحابه هم فقیه ها بودن، در بین صحابه هم باز کسانی که فقیه نبودن، اینا رو ابو حنیفه خیلی آشنا بود. مثلا قولی که اگر برای مثلا ابن عباس میگفت برای خیلی مهم بود، یا ابن مسعود که برای سیاست تکرار کرد. و بعد از همه اینها بعد از اجماع مثلا در قول صحابه تکیه میکرد و بعدا هم بعد همه اینا در قیاس. اگر چندی که ما میدونیم که بسیارها حضرت امام اعظم ابو حنیفه را در مسائل قیاس سخنهای براش گفتن، تهمت‌های کردن، حتی بعضی میگن که ابو حنیفه قیاس از قرآن و سنت بالا دانسته. مثالی که برادر زدن الان مثلا اینا دروغ بودن. ابو حنیفه قیاس را بعد از قرآن و بعد از حدیث و بعد از اجماع و بعد از قول صحابه با قیاس تکیه میکرد. مسائلی که نمیافت، یعنی اگر علت یک مسئله را در آیت وجود داشت و مسئله پیدا میکرد در قرآن و حدیث نبود و همون علت عمومی بین این دو مسئله تکیه میکرد.
یا مسئله که نه در قرآن نه در حدیث نه در مثلا قول صحابه پیدا کرد در علم پیدا نکرد ولی مثل همین مسئله در قرآن هست. مثلا در قرآن ما اصلا درباره مواد مخدر در قرآن حدیث چیزی نداریم ولی میدونیم که حرام است. ولی چه حرام است؟ ولی که علتش داره. ما میدونیم که خمر در قرآن حرام است، خمر و میسر در قرآن حرام است. میدونیم که پیغمبر کل مسکر حرام است. این علت حرام بودن مواد مخدر از کجا میشود؟ از اون علت مشترک قیاس دیگه. ولی اینه که نسبت البته چه مثالایی زیاد که من دیگه نمیخوام سری زیاد جام ولی این علتی که حضرت امام اعظم ابو حنیفه با قیاس کرد این بود که بعضی مسائل جدیدی بودن که اون قیاس میکرد مثلا در علت عمومیت در با مسئله دیگه. ولی اون قولی که بیاد امام اعظم قیاس از قرآن و از حدیث بالا بلندتر این دروغ است و این فرمت سر ابو حنیفه است که بعضی دانسته و بعضی ندانسته و بعضی عمدن الى نسبت او در بعض زمانه فرمود. و مسئله دیگر مسئله استحسان است و مسئله عرف است. ابو حنیفه در اینا تکلیف می‌کرد. خب مسئله عرف هم می‌خوام بگم که چرا ابو حنیفه با عرف تحقیق کرد؟ که ما می‌دونیم که در بعض منابع فقهی دیگر عرف منبع قضاوت یا منبع مسائل فقهی. ابو حنیفه که زندگیش با مردم خیلی پیچیده بود، یعنی در بین مردم زندگی کرده بود و می‌دونید که عرف مردم خیلی ثابت است. عرف هم یک از منابع فقهی منبع قضاوت قرار داد. ولی بعد اون منبع‌های دیگر آمد. یعنی عرف مسئله نیست اگر در قرآن مسئله باشد، در حدیث مسئله باشد، نمیدونم در حدیث صحابه در اجماع امت باشد و ابو حنیفه با او تکیه کند. و ما دیدیم که مسئله عرف در مثلا در جهان امروزی ما خیلی جایگاه مهمی دارد. یعنی مثلا یک قوم، یک کشور، یک مردم سالها زندگی کرده، یک شکل زندگی کرده آمدن. نمیشه مثلا اگر که با این فرد یک گروه مسلمان شود همون عرف مردم ما مستقل بگیم. یعنی امروز گاهی احساس میشه که یک گروه میخواهند که همه دنیا عرب باشن، همه دنیا فارس باشن، یک کرد باشن، بیا بعد مسلمان میشن. این ناممکن است. یعنی ابو حنیفه این مسئله خوب میدونید که اگر یک انسان با قرآن و سنت و احادیث نبوی مثل قول صحابه عمل کرد دیگر در مسائل عرفی که در این مسائل وجود ندارد و حق اختیار دارد و این حتی منبع قانونگذاری قانون تشریع ابو حنیفه قرار داد. این روز مثلا یک قوم دیگر در کشور دوردست میخواد مسلمان باشه ما بسیار با او پاکشاری میگیم که اگر میخواد مسلمان باشه مثل عرب یا مثل فارس یا مثل ترکی باشه. من با کمالی مسئولیت میگم وقتی این قانون‌هایی که در کشور ما قبول شد مثل قانونی که قانون آزادی ویژن و قانون مسئولیت پدر مادر که تعلیم بچه‌ها را منع کردن، حاجت‌ها را منع کردن، دیگر کار را منع کردن، یا قبل از این قراری که در شورای علما متأسفانه برای سطح زنها آوردن. اگر 5 عالم واقعا پیروی ابو حنیفه میشه صدا بلند میکنه که با کمال احترامی که ما با اعضای پارلمان داریم، با کمال احترامی که به حاکمیت کشور داریم، برادر عزیز این مسئله شما یک دوست که شد برخلاف اسلام است، برخلاف مذهب ابو حنیفه است. اونایی که در پارلمان نشستن آنها اندیشه میکردن ولی شما قبول کردن. اینجا متأسفانه برادران ما با اسم دامرو با اسم ملا چکچک در قبول کردن. خب معلومه که من هم که باشم میگم خیلی من درست من یعنی با اسلام خدمت کردم. این مسئولیت چی در جامعه و چی در نسل و چی در قیامت با گردن دانشمندان اسلام است که ابو حنیفه نمونه اینو داشت. چند سخن من درباره ویژگی کلام مکتب ابو حنیفه میگم که ابو حنیفه اگر چندی در تاریخ همچون فقه شناخته می شود. هر جا که ما می‌بینیم ما از فقه ابو حنیفه گپ بزنیم، اما کم میشه که بگیم که ابو حنیفه متکلم بود. ابو حنیفه مکتب اعتقادی هم دارد و برخی طبق بعض روایت‌ها در اول با مکتب کلامی دست داده بود. اگر شدیم ما در مکتب کلامی اصلا پیروی مکتب ماتوریدی هست. منطقه ما مکتب ماتوریدی دارد و
فقه ابو حنیفه خیلی وسیع پنج است و قسمش با اشعری در مسائل متکلم با اشعری تکیه میگه، مثلا مسائل قسم عراق و عرب اینا و اکثر با مثل ترکیه و منطقه ما و جنوب شرق آسیا با همون پابندی مکتب عقیده ماتریدی هستند و مکتب ماتریدی این شرح و توضیح مکتب خود ابو حنیفه است. ابو حنیفه در زمان آمدی در اسلام مسائل های گروه های پیدا شدند، مثلا گروه خوارج بود، گروه معتزله بود، بعدا اشعریه بود و بین اینها اختلاف های شدیدی بود. خب خوارج ما میدونیم که خیلی مکتبی شدیدی بود که دیگر مکتبی تکفیری به تقریبا خوارج هر کی با تابعان حق نمیزد مثلا کافر است، ترک عمل مثلا هر کی یک عملی گناه کبیره میکنه کافر است. متاسفانه من بعضی برادرایی که امروز با این خیلی با جرأت همه را کافر میگن، دوستانه برادرانه همچنین نفر خوردی آنها خواهش میکردن که از قضیه تکفیر یعنی کافر اعلام کردن یک طرف پرهیز کنن که این منشأ و سرچشمه از خوارج میگیرد. یعنی یک طرف اگر مثل من فکر نکرد نعوذ بالله میگن کافر. باید اندیشه کنم اگر یک نفر دیگر مثل من فکر نمیکند، اگر واقعا من پیروی قرآن و سنت و مکتب ابو حنیفه هستم، اول اندیشه کنم که شاید علت و کمبود در من است، نه در دو طرفی مثل من فکر نمیکند. من اول خودم رو بینم که آیا من درست فکر میکنم، چون که مکتب ابو حنیفه مکتبی است که هر کی میگه خدای ما را قبول دارد، هر کی قرآن ما را قبول دارد، نماز ما را، روزه ما را، پیغمبر ما را قبول دارد، قبله ما را قبول دارد، او مسلمان است. یعنی هر کی اشهد ان لا اله الا الله میگه مسلمان است. خونش حرام است، مالش حرام است، آبروش حرام است. اگر او را کشتی یا مسلمان را کشتی، اگر او را کافر گفتی خودت کافر میشی، اگر او را مثلا آبروش لزاندی یعنی نظر که با این انا احادیث پیغمبرم دون احادیث زیاد داریم که ما را از کافر و فاسق کنن یک طرف معنی میکنن، وقتی یک طرف کافر و فاسق میگیم میره مالای اعلا بعضی میز زمین جوی نمیاد و میره همون طرفی گفتی اگر یا خود پیدا میگرده با گوینده که ما خیلی جرأت داریم حالا میگیم فاسق فاجر فراموش کردیم اگر طرفی گفته ما فاسق و فاجر نباشه گوینده هم فاسق فاجر باشه. در این مسئله ابو حنیفه خیلی دقت کرده و زمانش بود با خوارج خیلی بحث‌های شدید میکرد، خوارج رد کرد و معتزله که مکتب عقلگرا زیادتن و اشعریه که مکتب عقل خیلی رد میکرد. ابو حنیفه در بین این دو مکتب ماند، یعنی از عقل هم استفاده کرد در جای خودش ولی گفت عقل تا جای کاربرد دارد. مثلا ما ببینیم در مکتب معتزله با عقل زیادتر تکیه میکنند. حتی در مسائل حلال و حرام معتزله میگه که انا اشیاء طیب است بنابر این حلال است. ابو حنیفه میگه حلال است بنابر این طیب است، یعنی خدا که این حلال گفت پس این پاک است. معتزله میگه پاکی هست برای این حلال است، یا اینکه میگه پلید است، معتزله میگه بنابر این حرام است. ابو حنیفه میگه حرام است بنابر این پلید. این مثلا و مکتب اشعری هم که بسیارتر عقل رد میکرد، ابو حنیفه با آنها گفت نه، عقل جاگه خدا دارد، عقل باید منطقه جا دارد، خداوند ما عقل داده، فهم داده، درک داده که تا جای استفاده بریم. اما در مسائلی که خدا امر کرد، حلال و حرام خدا، امر و نهی خدا، این جای بحث عقل نیست دیگه. خدا برای ما گفت گوشت خوک حرام 1400 سال قبل گفت، نمیدونستیم برای چی، ولی حرام است، حرام است که خدا گفت. شاید امروز بعضی متفکرها بعضی از حکمتش درک کردن، یا خدا مثلا فاطمه نگفت این اسئله ولی این الخمر والمیسر والانصاب والازلام ریش من عمل الشیطان، این خمر و خمار حرام گفت خداوند. شاید آدم اثبات بشه امروز اثبات میشه که نه اصلا عرق فلان فلان فلان، ولی خدا که گفت حرام است این حرام. و این مسئله بحث عقلی نیست دیگه. اگر چه نگاه عقل ما میگیرد و گاهی عقل ما نمیگیرد، ما که واقعا اعتقاد به خدا داریم این حال. ابو حنیفه در این مسئله از عقل کار نمیفهمید، اما در مسائل مثل شناختن خدا، مثل مسائل دیگر این میگه برای عقل جایگاه قائل بود. خب دیگر مسائلی که ابو حنیفه داشت، ما گفتیم آسان گرفتن در عبادت معاملات بود که مسائل خیلی آسان در ذکر کردیم که حتی در بعضی مسائل عبادی، در بعضی مسائل خیلی میانه رو است. خب
در مسائل فقهی خودم در جانبداری از فقرا و ضعفا داشت که حتی در کیلو و نقره‌ای که انسان برای زیورات آلات جمع میکند ابو حنیفه زکات واجب کرده که در بعضی فقها این واجب نیست. مثلا یک زن برای خودش طلا وارد جمع میکنه، اگر اون طلا به نصاب رسید یعنی جانب فقرا را گفتن این هم چیز زکات دارد. یا مثلا رعایت حرمت انسان داره. در مسائل ازدواج ما میدونیم در فقه ابو حنیفه یک زن اگر مولیش پدرش زنی بلاغت رسیده اگر به اجازت خودش نکاح کنه و حق نکاحش فقط داره، فسادن بکار کردن نکاحش داره که در بعضی فقها نداره. خب می‌بینیم که خب یا مثلا اختیار بر بعضی مسائل در نماینده دولت داره. خب ولی در که ما در مکتب اعتقادی ابو حنیفه چند سخنی گفتیم، مسئله همه مهمی گفتیم ابو حنیفه و که ماتوریدی شرح نداده در بعضی مسائل داریم که مثلا مکتب ماتوریدی که من شاگردی شرح مکتب امام اعظم است، خب یک مکتب ارکده میانه بین مکتب اشعری و معتزله است که نه اون ارکده نه اون جایگاه عقل اون خدا اجازه میده که در همه مسائل عمل شود، نه جایگاه عقل مثل اشعری‌ها رد میکنه که اصلا چی قابل استفاده نباشه. مثلا تفسیر آیات قرآن را ماتوریدی منشأ از کلام ابو حنیفه از طریق آیات‌های دیگر تفسیر قرآن را به خود قرآن اجازه دادن. در مسائل‌های مثلا صفات‌های ذاتی خداوند بعضی مسائل که مکتب اشعری خیلی تغییر است و دخالت اجازه نمی‌دهد، مکتب ماتوریدی کلام ماتوریدی که مشایخ از کلام امام اعظم اجازه می‌دهد، یعنی اعتقاد به آن است که اصلا قرآن برای استفاده است. پس قرآن حقیقتا یا خود قرآن یا حدیث پیغمبر روایت می‌کند، تفسیر می‌کند. شاید بعضی مسائلی باشد که ما از قرآن یا حدیث نفهمیم، ولی این معنی نداره که انسان اینا نمیفهمه. شاید نفسی 100 سال 200 سال 1000 سال بعد اینا بفهمه. یعنی قرآن جایی نداره که نفهمه انسان. خب ما میدونیم که این مکتب‌ها بین عقل و نقل، یعنی مکتب اهل حدیث و که مکتب اشعری اصلا تکیه به عقل میکنه، به نقل میکنه. اجازه روایت‌ها را میارن دیگر مسائل عقل و اینا را جای نمیکنن. اما مکتب معتزله تکیه به عقل میکنه. اما مکتب اعتقادی ابو حنیفه بین عقل و نقل است. هم نقل استفاده میکند از قرآن و حدیث نقل میارد، هر جایی که این مسئله پیدا میشد از عقل استفاده میکند. اینها بودن بعض مشخصاتی که فقه ابو حنیفه یا کلام ابو حنیفه هم فقه و کلام تحمل پذیر در جامعه ما، یعنی در این مدت واقعا خدمت و مردم اسلام کرد و امروز جامعه ما واقعا محتاج، خیلی زیادتر محتاج به این شکل. با تشکر استاد به خاطر بررسی موضوع خیلی مهم و برای پیاده کردن اون اتحاد که واقعا برای این ملت ما خیلی رسول مهم است و امیدوارم که این صحبت‌های خیلی مفید و علمی در نشریه‌های ما بهتر باید برسد، زیرا که ما واقعا نیاز به این دستاوردهای علمی داریم. حضرت علامه بزرگوار میگوید از یکایینی مسلمان زنده است، از یکایینی مسلمان زنده است، پرتب ملت ز قرآن زنده است. با یکی ساز از دویی بردار وقت، وحدت خود را مگردان در لخت. واقعا یک آیین بودن و یک آیین متحد بودن این عامل‌های به هدف رسیدن ما و شماست. خودتون عزیز، ما بخش اولی همایش به پایان میرسونیم. دو معروضه که داشتیم اینجا شنیده شد و میگذاریم به قسمت دومی برنامه خود که خب دیگر اینجا تبریکاتی هست. بسیار دوستان میخواهم که از این با استفاده از این محفل
و دوستای خود برادرای خود تبریک بگویم و شروع از برادر عزیزمان جلال‌الدین محمود عضو شورای سیاسی دین اهداف اسلامی تاجیکستان و همچنان مشاوری رئیس حزب و دعوت میکنیم که اینجا بیایند و تبریکات خود و بعد هم ملاحظات خود پیشنهاد کنند و تنها از کسایی که اینجا برای تبریکات میآیند خواهش میکنیم که تا 5 دقیقه سخن خود را توانند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و دست اندرکاران شورای دین اهداف اسلامی تاجیکستان در ولایت سوق، خب پیش از همه بزرگ تشکر میکنم از شما به خاطر یک چنین جشن و محفل را درستان کن و به خاطر صبر و حوصله‌ای که شما داره. البته راه دور طی کرده آمده در محفل وقتی گذشته شده است که سیرکارترین و سیرترازوترین وقتی زندگی شما وقت صرف کرده، حوصله کرده آمده. خب من هم از فرصت استفاده کنم چیزی که رئیس محترم گفتن در قسم دیومی محفل که خب با تبریکات و تمنیات بحث شده است. از خودم شروع کرده تا همه اعضا و رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با مناسبت 41 ساله شدن حزب تبریک و تهنیت عرض کنم و از خداوند منان دعا کنیم و آرزو کنیم و امید کنیم که خب این حزب خب راهش بتونه که ادامه بده و ما و شما تا چند ساله که در قید حیات هستیم شامل این حزب و این حرکت الهی باشیم. خب دیگر چند صحبتی که برادرها کردن در اطراف مذهب حنفی همیشه اشاره میکردن که مذهب حنفی پیش از اون که مذهب باشه مکتب هم هست. میگفتن که مکتب حنفی، مذهب حنفی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را همه متخصصان به خلاصه آمدن که مکتب است. پیش از اون که حزب باشه مکتب است. در تاجیکستان خب دیگر حزبا نتونستن که با مرتبه مکتبی برسند. تنها حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مکتب است، مکتب سیاسی است. خب مکتبی است که اصولهای سیاست دارد و کسانی که سیاست را از این مکتب می‌آموزند. خب یک بار با انصاف تصور کنید که اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نمی‌بود سیاست دینی را از کجا شما می‌آموختید؟ و کسایی که آموختن یک بار با انصاف جواب بدهند که از کجا آموختن سیاست دین را؟ فقه را معلوم است از کجا آموختیم، تفسیر را معلوم است از کجا آموختیم، حدیث را معلوم است از کجا آموختیم، لیکن سیاست دین را از کجا آموختیم؟ اون دیگه برادرایی که شامل حزب هم نیستن و ادعا دارن که بعضی چیزهای سیاسی را میدونن، اونا هم از اینجا آموختن، فقط غایبانه. و شرافت وجود این مکتب اونا آموختن. نباشد چرا همین آموزش سیاسی دینی در کشورهای همسایه‌مون نیست، در منطقه‌مون نیست؟ اگر اونجا هم چیزی که آموخته باشن از این مکتب آموختن. خب وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مکتب است، خب شما از مکتب چی برداشت داره و چی انتظاری ها داره؟ شما و ملت چی انتظار از مکتب؟ بعضی وقت ما را طعنه میکنن، بعضی وقت سنگ‌پردازی میکنن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای ملت چیکار کرده است. یک مکتب چیکار میکنه؟ یک دانشگاه چیکار میکنه برای ملت؟ یعنی دانشگاه حقوق برای ملت چیکار کرد؟ میشه بگیم که دانشگاه حقوق در اونجا بازار ساخت یا اونجا گیت ساخت یا نساخت، یا راه ساخت یا نساخت.
خب اینو کره حکومت و دولت ها هستند. اگر این حزب نهضت هم در سر قدرت باشه میتونه از چیزهای خیلی کنه یک راه بسازه. خب برادر انصاف میاد و یک مکتب شما خب نظری مکتبی کنید. خب برای ملت چیزات متخصصا اصلا خودشون خب اینا بیان کنن که برای ملت حزب نهضت چی کار پیش از همه تفکر سیاسی دینی ملت رو بیدار کرد. هزارها کادر برای ملت داد، کادر سیاستمدار. خب چندین کشورهای همسایه اگر وارد سیاست دینی میخوان بشوند مجبور هستند، میخواهند نمیخواهند از تجربه این مکتب میآموزند. خب وقتی که حزب نهضت اسلامی کردستان مکتب است، اگر حزب‌ها مکتب نیستند، حزب‌هایی که مکتب نیستند فقط در عرصه انتخابات فعال میشوند و پیدا میشوند. از انتخابات و انتخابات هیچ کار ندارند دیگه. حزب نهضت نوبسته از اونه که در انتخابات وارد میشوند نمیشوند همیشه تعلیمات سیاسیش وجود داره، مکتبش وجود داره، درساش وجود داره، تعلیماتش وجود داره، تعلیمگیریاش وجود داره بین انتخابات ها. من کشف کردم معلوم است که با یک تیاری و با یک قبلا آمادگی های قبلی آمده بود. برادر ما سید ابراهیم من بسیار خوب صحبت کردم و فقط یک چیز خواهش میکنم از برادرایی که برآمد دو نیست کردن، یک طرف این طرف یک طرف بینش یفتن انصاف و اعتدال یک چیز هم. خب مثلا چند مثالای برای اعتدال و برادرمون ابو محمد که باعث دستگیری مثلا میگفت که اسرافخور نیست. اسراف هم در بین معلومه که دو چیزه. اگر که اسراف نکردی اعتدال هست. یا که درباره سراسیمه نشیدن تو که مکتب بسازم بعد پیش استاد اومدن، استاد کچم خیرت بعدی چند روز رفتنی بودن تو که خیرت سراسیمه نشیدم اعلان نکردم مکتب، عجله نکردم. این بین همین سستی و عجله و سراسیمه کردن اعتدال است بین همین ها. یا که بین درشتی اون یک انسان سخت درشت است، یک آدم از حد زیاد نرمیش دارد. این هم اعتدال در بسیار مثالهای خوب آوردن و چند مثالهای بود که اینو اعتدال نبودن دیگه. مثلا یک انسان 30 سال یا چند سال همیشه به صورت خفتن موزی بامداد میخونه، این اعتدال نیست. خانه داری، زندگی داری، خواب داری، بعضی چیزایی داری که این اعتدال نیست. این نمود شدت عبادت از جانب شرع برای ما نه طلب شده است. همتون خواهان اونم که خداوند صبر و حوصله توفیقی در این راه ادامه بده. و السلام علیکم. سخنهای خیلی صمیمی. در ادبیات شناسی هم از خوانده است که نقد. اون نقد نباشد از این انخط میرسید. اون نقد است که گاه شعر سپنتی بگن شعر خوب و نظام میآید. نقد هم بسیار چیز خوب است. برای زندگی ما، برای استان ما، برای پیشرفت ما خیلی خدمت انشاءالله میکنم. خب دیگر سخن تبریکاتی من برادر عزیزمان خب فیض الله بدایی محمد شریف برادر محمد شریف نبیزاده از ولایت کولابینی رئیس شعبه ولایتی شناسی اسلامی تاجیکستان در ولایت کولاب و تعبیر برادر شهر ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران خلاف گرام قدر، اولا همگی را به یک سالگی حزب نهضت تاجیکستان یعنی به یک کمالات رسیدن ما 40 سالگی را در قرآن هم در رجش دینیمون میدونیم که یک معیار کمالات است. به این کمالات تبریک میگم و این نعمت بزرگ به همه برادران تاجیک اولا تبریک میگم که حزب نهضت اسلام یک نعمت است برای مردم تاجیکستان
برای اینکه یگان معیار دیگر نمیتواند که ما را به هم بیارد. اگر ما از زاویه دیگر ملت نمیدونم قوم محل دیگر نگاه کنیم هیچ وقت نمیتواند. مثلا من که از منطقه گلاب هستم، ما و شما را با برادر شریک برادر گفتن ما را برادر شهر چندین سال پیش از شاید که اگم 25 سال پیش برادر شهر کرده بودن هیچ برادری را ندیدیم، لیکن هیچ بینادرتون کنیسته که ما را برادر بکنند. و چرا که جلال‌الدین گفتن هیچ بینادرتون یک مکتب است، من خدمت شاگرد این مکتب میدانم و حتی که من موفق شدگیم از این مکتب میدانم موفقیت ما و امروز که در جامعه مطرح هستیم و همه ما را به این حرکت میشناسد. من خدمت شاگرد این مکتب میدانم و خدا را شکر میکنم که من وارد این مکتب شدم و توانستم که برای این ملت برای این دین اسلام یک خدمت کرده باشم در منطقه. و استاد شیخ برادرم گفتن ابو محمد این مقصد نفرایی بودن که از خودشان کتاب گذاشتن. استاد نوری رحمت الله علیه برای ما نفرایی را گذاشتن که انشاءالله که این مکتب پیش بردهستن. بنده یکی از نفرایی که از جانب استاد مقصد تعلیم گرفته این مکتب استاد هستم و افتخارم میکنم و استادا تونستن که برای جامعه تاجیکستان نفرا را باقی بگذارن. هرچند که کتابا نگذاشتم لیکن نفرا را مثل ما و مثل شما و آیندگان گذاشتن که مکتب پیش ببرم. و یک چیز از برادران خواهش میکنم، خیلی که اینجا سخنگویا گفتن ما امروز نیاز داریم به یک مکتب اعتدال و موضوع هم خیلی موافق بود که امروز جامعه ما را میخوان که به یک چالشی بکشند و اصلا اگر تاریخ دین مبین اسلام را نگاه کنیم یگان بار دین مبین اسلام از دست کفار و مشرکین نتوانسته که مثلا ضربه بخوره یا شکست بخوره. فقط دین مبین اسلام توانسته از دست منافقان و از دست تفریق اندازا تونسته شکست بخورد. و امروز جامعه ما یک مریضی را دارد که باید این مریضی را ما تبابت جستجو کنیم که تفریقه در بین مثلا مسلمان ها تونستن تکونچه بکارن که این تفریقه میتونه که دین مبین اسلام در این منطقه ما مثلا ضربه بزنه. حالی که پیاده کردن قانون خدا در روی زمین است، خدا ما را برساند. سلام علیکم و رحمت الله. شده بجالتی در منطقه کلاب هستند و یک چیز باور میشیم که ما یک زمان با دوست ما برادر رجمات سفر داشتیم در این ولایت کلاب و تا امروز خدا ما را مدیون آن محبت و صمیمیت این مردم میدانیم که واقعا یک محبت خاصه دارند. ولیکن در آن سخنهای صمیمی که ایشان گفتنی هستم از زبان استاد دارد که شیشه ما سنگ خارا بشکند، خامه ما پخته ها را بشکند. ما از این سنگ نزاجان نیستیم که دل ما به تقاضا بشکند. گردنی گردان بشکنم پیش از آن که گردن ما بشکند. واقعا این صبر است که همه اون برنامه هایی که علیه این حرکت رسمی میشوند منحل میشوند. خب دیگر ما در منبر یکی از کارمندان شعبه فرهنگ ارشاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برادر عزیز ما فیض‌الله را دعوت میکنیم که چند سخن ارائه داشته باشیم. الرحمن الرحیم. بندم از طرف خودم و همچنین از طرف شعبه فرهنگ و ارشاد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مخصوصا از طرف رئیس شعبه محمد سعید رضایی، تمامی برادران و خواهران حزبی را در ولایت سوخت
و 41مین سالگرد تأسیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تبریک و تهنیت می‌گویم. و واقعا جای تقدیر و تشکر دارد که برادران در واقع موضوع بسیار مناسب و بسیار بروز در این محفل انتخاب کردند و خواستارم انشاءالله که تمامی ما در واقع در زندگی خود، در تمام جنبه‌های زندگی خود سیره امام اعظم ابو حنیفه را که برگشت از سیره رسول خدا الگو و اسوه قرار دهیم. و فقط در اینجا یک سخن گفتنیم و هم در واقع آیه است که در توش نوشته شده و این است که خداوند می‌فرماید الذین یبلغون رسالات الله یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفی بالله حسیبا. یعنی کسانی که رسالت‌های خداوند، اوامر و نواهی خداوند تبلیغ میکنند و فقط از خداوند میترسند و از جز از خداوند از کسی دیگر هیچ حراسی ندارند، حسابگری اینها به عهده خداوند است و حسابگری کافی خداوند. و من یقین دارم که الان در حال حاضر اولین گروه و در واقع اصلی ترین گروهی که در جامعه ما رسالت های خداوند در تبلیغ میکنند این اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستانند و من تمامی شما را به خاطر این مسئولیت مبارک تبریک میگویم و سلام علیکم و رحمت الله. تشکر زیاد برادر عزیز. اینک سخن تبریکاتی بر سابق رئیس شعبه ولایت نهضت اسلامی تاجیکستان و الان رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه استفاده استاد مولانا انجام محمد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، حمد و ثنا بر خداوند یکتا را، درود و رحمت بی پایان بر پیشوای پیامبران و صحابگان پیامبر بزرگ اسلام محمد علیه السلام را. اما بعد سلام علیکم همدیاران عزیز و مهمانان گرامی. اولا در این روز واقعا تاریخی، روز بزرگ که 41مین سالگرد تأسیس یابی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را قید میکنیم به همگان تبریک میگویم و خداوند بزرگ خصوصا کدوم مهمانای عزیز در ولایت سوخت خیر مقدم و برای کلتن نخوردنشان بار دیگر تبریک میگویم. واقعا مکتب اعتزاز در ولایت سوخت با برجاست، حتی در مقامات هایم مکتب اعتزاز و هر حال رعایت کرده می شود. من خاطرم برادران عزیز، در حقیقت مکتب ابو حنیفه یا مذهب ابو حنیفه بسیار مذهبی دور به اینابت گرفته گرفتن که حتی حدیث های آیت ها همشان دور به اینابت میگرد. سال 2002 در مدینه منوره وقتی که عمره رفته بودن همونجا ابوبکر الجزایری همشان جمله آوردن که خدا رحمت کند امام ابو حنیفه که در عرفات اگر پرواز کرده گذارید حج شما حج است. یعنی ببینید که اون وقتا یکان که نه هواپیما بود نه چرخبال بود. امام ابو حنیفه خدا رحمت کنه اون وقتا نگفتن که از بالای عرفات که پرواز کردی فرض تو ساقط است، چون که یکی از رکنهای حج این چه ایستادن در عرفات است. دویمین چیز گفتن که درباره صدقه فطر امام ابو حنیفه امروزه حیات به اینابت گرفته استاده واقعا دور دیده استاده، هرچند که در جای هایی که حدیث به عمل میکنن هم برای های مالکه های شافعی ها
اونها همون گندم میتن یا خرمای میتن، هر چیزی که در حدیث ذکر شده است میدن. لیکن مذهب اینو دیگر پول صدقه فطره میدهند که ایران امروز طلبات زمانه است و یک کمبغل و اگر همه برده صدا آرد پیدگه یعنی خانهش آرد شده یا گندم خود پول میشه. با آرد برداداریگر خدا ما اینقدر انصاف درست نداریم که با آرد خاک شیوگر خدا ما میشه. و همین خاطر هم یعنی این دوربینی ابو حنیفه رحمت الله علیه واقعا امروز دیگر صدقه فطر که از گندم یا جو یا خرما و مویزه، البته ما همیشه خودشان گفته میگذاریم که البته ما همونو خشری گندم رو خودمون بزنم ما در کار نیم. زحمت کشیده شده چنین محفل رو برپا کردن، خداوند راضی باشد و دستگاه اجرایی شعبه ولایتی و در رأسش رئیس شعبه هم خداوند در پناه عصمتش نگه دارد. موفقیت ها رو برایشان خواهم هستم. تشکر زیاد جناب عزیز. بعضا وضع سیاسی کشور و بدخوردهای شده برای نوجوان مردمان از دایره از بعض دایره ها باید شد که ما اینجا یک مراجعتنامه قبول کردیم و مناسب داریم که در همه همایش برای شما را تلاوت کنیم، زیرا که ما در این همایش خاطرتان میکنیم که معاون رئیس ولایت مثلا سنگین میکنم باید همه رویشان دعوت کرده بودیم که بیایم اینجا شرکت کنم، سخنرانی کنم، آشکارا اینجا صحبت کنیم. متاسفانه از مقامات اجرایی حکومت ولایت کسی شرکت نکرد و ما آن وظیفه خودمان را انجام دادیم. این چیز را به اطلاع شما رساندیم و انشاءالله این چیز در همه سطح‌های اجتماعی هم پخش می‌شود که آقای بخشنده و مهربان و رئیس ولایت صبح عبدالرحمن قادری، نسخه همچنین به رئیس مقامات امنیت ملی در ولایت صبح، نسخه به سازمان‌های غیر دولتی. ریاست ولایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صبح در جلسه خویش از 28 اپریل سال 2014 برخوردهای کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و قدرتی ولایت را با اعضا و نهادهای حنیف طی ماه‌های آخر بررسی نموده و خلاصه آمد که وضع امروزه مناسبت مقامات با نمایندگان حزب یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ناسالم است و ادامه یافتن آن به نفع جامعه کشور نبوده باعث پس‌شوی آبروی کشور در عرصه بین‌المللی شده می‌تواند و اعتماد شهروندان را به حقوق بنیادی و دموکراسی بودن نظام دولتداری تاجیکستان کاسته می‌گرداند. چنین وضع برای امنیت کشور نیز خطرزا است، زیرا فشار و تعقیب‌ها به اعضای حزب سیاسی خاراکتر دینی داشته معتدل با برنامه‌ریزی مسئولین نهضتی طریق رسانه‌های رسمی کشور و شبکه‌های اجتماعی طی ماه‌های آخر در ولایت و مراتب افزوده است. همچنین محدود کردن شرایط برای فعالیت معتدل نهادهای حزبی از جمله دخالت و مانع گذاری‌ها و برگزاری جلسات و دیگر چاره‌بینی‌های حزبی، یکجانبه و بی‌اساس خلق کردن سازشنامه‌های اجاره‌ای و اجراهای کاری بخش‌ها از جانب اجاره‌دهنده‌ها زیر فشار مقامات دولتی از جمله برخوردهای دیگر ناسالم مقامات در سال تجلیل 20 سالگی سرقانون تاجیکستان میباشد. ریاست شعبه ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت صبح نگرانی خویش را از چنین وضع ناسالم سیاسی در ولایت اظهار نمودند. از شما احترامانه خواهش می‌نماید که جهت اصلاح آن در دایره وکالت‌های خویش چاره‌های مشخص بیندیشید. همزمان رهبریت و اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت چون همیشگی آمادگی خویش را جهت تقویم همکاری‌ها با مقامات اجرایی حکومتی دولتی و حزب و سازمان‌های دیگر به خاطر رشد جامعه شهروندی و آبادی کشور اظهار می‌نماید.
با احترام رئیس شورای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دیگر بسیار لحظات بکنم. این مراجعتنامه انشاءالله مثل همین روز به حکومت ولایت رسانیده می شود و همچنین در مقامات داخلی و به همین شاید موضوع نزدیکتر حاضر یک میشدن. خب دیگر همین بسیارم دردی همگان است. چیزی ما این چیز همه ماهیار در نظر داریم حدود دیگرهای تدرمت میکنیم. خب دیگر برادران عزیز، ما هم اقدام ما از لحاظ قانونی برخورد کردن است و ما این نسخه مراجعه‌نامه را پیشنهاد میکنیم و همه اون راه‌های قانون برای ما توصیه داده است، اجازه داده است، استفاده میکنیم و انشاءالله طریق قانونی فعالیت خود ما را پیش خواهیم برد. خب در پایان همایش ما یک چیزی که قبلا گفتیم اینجا بعدم سابقه‌دارا دعوت شدن از مسئول سابقه‌داران ولایت استاد دادجان یعقوب خواهش میکنیم که در منبر آیند و آن سابقه‌دارایی که واقعا چند سال با ما بودند و این لحظه ها همیشه با ما هستند و لیکن بیشتر دعاگوی ما هستند آنها را قدر شناسی کنند و امید داریم که این قدر شناسی ما یک نوع یادآور شدن از اون سابقه‌داران است که ما هیچگاه سابقه‌دارای خود فراموش نخواهیم کرد. خداوند بخشنده و مهربان، حاضرین ارجمند، من هم یک عضو شما هستم. میخواهم که شما را به این روزی 41 سالگرد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تبریک و تهنیت می‌گویم و بر علیه پایه که شما از خدای متعال تمنا دارم که در اهل عائلتان، خواجگیتان در همین تاجیک زمین دائما رشد و کمالات باشد، صلح و ثبات باشد. امنیت شما را از خدای متعال می‌پرسم که دائما امنیتتان را در دست باشد. ما یک چند سابقه‌دارها را منبر امروز هم منبر هم ما به یاد می‌آوریم، در یاد شما هستیم، قدردانی می‌کنیم با چیزهای ناچیز باشد هم، ولی بعض برادرها یکی ما در نظر داشتیم امروز نامدن از ناحیه کوهستانی مسجد محمد نظیر بابای محمد نظیر، از ناحیه ظفرآباد علیارخان و از شهر خجند حاجی آلینجان نامدن، لیکن ما از رئیس ها خواهش میکنیم که پس از جماعت و نزد من بیاید. لیکن من یک چند نفر را دعوت میکنم بیاید با کتاب استاد عزیز محمد شریف همت‌زاده قدردانی کرده باشید. سلامت باشید. اکبر ابرارخان مرحمت. بعد از اکبر داوود ابن الله محمد. خیلی فرزندهای عزیز را تربیت کردن. ما مندار هستیم. سلامت باشید. این فرزندها در راه خدا در خدمت باشند. حاجی مثلا خیال شوند. برادر عزیز، اینا رئیس کمیته تفتیشی یک چند سال بودن. این روزا ما همچنین رئیس سال میکنیم دنباله. حاضی ملاقاتی آماده باشند. حاجی مرد حاضی ملاقاتی
دائما در خدمت ما هستن. اگر به شما دعوت می‌کنم در ساختمان مخفی قرارگاه هم اینا از ناحیه عشق حاجی فاطمه محمودزاد از ناحیه بابا جان غفور این برادر عزیز در روز خاطره‌ای ناحیه مسجد اشتراک داشتن که دو برادر عزیز شهید شده بود. و راست نسیم جان از ناحیه اسپراوشن از ناحیه پانیبودا و حافظ عبدالفتاح تیرشان. سلامت باشد برادر عزیز. اینا یک چند سال رئیسی که سکرتری ولایتی بودن، حالا رئیسی بخش ناحیه کنه بودن. بار دیگر همتان را تبریک و تحییت می‌گویم.